دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи Умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. توجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. اولادات در نیمه را نمیمانینی؟ با خاطر اونا عملیات قبول میکنی اما تو نیست. چرا درک نمیکنی زهر؟ من با خاطر اولادم از عملیات منصرف شدم. روزای باقی مانده خود در بستر شفاخانه نه، بلکه بخوایم با اولادم یک جای باشم زهر. پیش از اینکه کدام تصمیم بگیری لطفاً یک بار دیگه فکر کن. درکت میکنم قبول کردن اتی یک خطر مشکل است، اما اگه او تو مرده مغزت بکفه موقع عملیات کردنم از دست میتی. فکر میکنم این تصمیم با آسانی گرفته. خدا یک دفعه به جای من قرار بده. اگه تو میبودی باز چی میکنی؟ اگر نصف عمر ده فاصله کم از اولادت تیر میشد باز چی میکردی؟ چطور میتونستی با وجود فهمیدن با او بستر دراز بکشی؟ بیز عمر باقی مانده من بسیار کم است. بدونی که اولادت با بار آخر داغوش بگیری، بدونی که خوش بی اونها را بوی کنی، میتونستی مرگ قبول کنی؟ از فکرت نه، از قلبت جواب بده. این کار میکردی زحل؟ خوب کردی که اینجا آمدی دخترم. خوش آمدی. خوش باشین. اما خیرت باشه کاکا خلیل، شما ده اینجا چی کار دارین؟ آقا خلیل در قریهشان باغ میوه دارن. درباره همو گپ میزدیم، از او خاطر اینجا آمده بود. راستی شما چطور یک دیگرم میشناسین؟ اینا همسایه مادرم بودن. پس تو چقدر خوب. بچه آقا خلیل عمر شریک اپک میشه، ایره میفهمیدی؟ بله راست میگین. چطور فراموشم شد بعد از قدر گپا هیچ فکرم در جایش نمونده کاکا. راست میگی دخترم، درکت میکنم. خب با اجازهتان من میرم. درست است آقا خلیل، بعداً باز گپ خود زدیم. لطفاً عجله نکنین، در مورد پیشنهادم خوب فکر کنین.
ما به از او تصمیم خود براتان گفتم. در اصل شما بار دیگه در مورد پیشنهاد ما فکر کنین. روزتان خوش. راستی آقا خلیل، با عمر سلام ما بگوین. میخوایم هر دوتان اینجا بیاین. بیا دخترم. خیریت باشه سحر جان. کدام کار داشتی؟ چون همیشه نمیایی. به کمکتان نیاز دارم کاکا. مادرم باید هر چیزو در عملیات شود. برم جواب بده. ای کارم میکدی؟ اگه یک روزم باشه به خاطر اولادات از یک روز تیر میشدی زحل. یعنی چی بگویم؟ هیچ نمیفهمم. تو هم راست میگی، اما ما به خاطر تصمیم گرفتن بار بار فکر میکردم چنار. وقت ما پوره شده زحل. تصمیمیم جدی است. بار دیگه نمیخوام در موردم رو گپ بزنی. ای قسم یا او قسم بیاز مردنی خواستی. حالا از دست زده تو آسیا ما در سر مغال خواد کرد. اون موضوعی که به بار آخر پیش دکتر رفته بودیم چطور شد؟ او هم همی گپای تکراری را گفت قبل از اینکه تومور مغزشان بکفه باید عملیات شود، به خاطر که خطر داره. مادرم قبول نمیکنه. اگر عملیات نشن بازی خطر کفیدن زیادتر شده میره. ما به تنهایی از تصمیمش منصرفش کردن نمیتونم. لطفاً کوکو شما همراهش گپ بزنین، شاید گپ شما را قبول کنن. لطفاً هم کمک کنین. درست است دخترم. کاری که از دستم به انجام میتونم. چنار زیاد زدیتی را میفهمید. درباره عملیات زیاد برش گفتم اما گپ ما گوش نکرد. تا وقتی که از این تصمیمش منصرف نشه راحت بودن نمیتونم. هر قسمی که شده باید مادرم خانه بسازیم. درست است دخترم. این بار با هم یک جای امروز گپ میزنیم. خدا کنه ایره قبول کنه. زنده باشین کاکا. پس باید هر چی زودتر بریم. شاید تا شام به شفاخانه به سرش کده بتونیم. خیرت باشه. بیادر چیزی شده؟ نکاسی مادر شما رو اینجا روان کده؟ نه، به خاطر مادرم ضرور نیست تشویش کنی. وعده که برای داده بودم من اونا قبول کردن. ما هم امروز سحر گپ زدم. اگه به خاطر نجات یافتنت یک ذرام امید باشه باز باید او عملیات انجام بدی چنار. بیا اینجا با هم بشینیم. ما هم نو چای دم کردیم. می نوشین اما تا نیست. چی کردی عروس؟ خانهش ساخته تانستی یا نه؟ نه خیر مادر جان، نه خیر. حتی مامورا منصرف ساخته نتانستم. از این که ده عملیات بمرم خوب است که پیش اولادایم بمرم. ما چیزی را نمیفهمم عروس. هر قسمه که باشه او ما را به خاطر عملیات راضی بساز فهمیدی؟ مادر جان چنار ای قسم یا او قسم بالاخره خو میمره. چی فرق میکنه که امروز یا فردا بمره؟ فکر نکنم راضی شوه. بانش دیگه مادر جان هر قسمه که میمره. او عملیات باید صورت بگیره عروس. یک رایش پیدا کو او را راضی بساز. بله گفتنش آسان است. اگه میتونی باز خودت راضیش بساز خانم آسیا. ما فقط خوبی تو را میخواهیم.
لطفا یک بار دیگه هم در مورد عملیات فکر کن. چیزی نمونده که فکر کنم. ما وقت تصمیم خودم گرفتم بیادر. شما مزید بیشتر شلا نشین، اگه خوب نمیشه. تو بیا زوبارت کردنی ای گپ با وجود فهمیدن مرگتان قلب ما را بیشتر شکستاندین مادر جان. دخترم چند بار برد بگویم تا وقتی که از اولادم سیر نشم نمیخوایم کفنه بپوشم. اتوی خطر بگردن نمیگیرم. بجایی که همراه ما خوش زندگی کنی چطور میتونی این قسم یک تصمیم بگیری مادر؟ خداوند به من یک فرصت داده که بعد دیگه بنداش نمیتم. من میفهمم که چطور چه قسم میمورم. من دو بستر شفا خانه نه. میخوام در آغوش گرم اولادم جان خدا بتم. شما در این موقع حساس زندگیم هیچ برام ارزش قائل نیستین. تو هم یک مادر هستی. حداقل این را خود درک کن که به خاطر اولادم قسم میخوایم. چطور قبول کنم؟ تو به خاطر ما نه، به خاطر خود نمیخوای عملیات شوی. مادر بودن خودخواه بودن نیست. تو از همه چیز که در اولادت زیادتر نمیخواستی به خاطرشون حتی جانت فدا کنی. اگر ما را براستی دوست داشته باشه بازی عملیات قبول میکنی. اگر میگی که نمیشه باز از ما برای همهش دست باشوی. دیگهش خودت بهتر میفهمی. سهر دخترم قسم نکو. آقا صدات باید هم اینجا باشه. آن اونجاست. وقتتان خوش آقا صدات. خسته نباشین. خیرت باشه. چرا اینجا آمدین؟ دعوای ما را خانم پک پیش میبرن. ما همراه شما کدام کاری ندارم. ما میفهمیم به خاطر خانم گلشن و بچه تانی عروسی را قبول کردین، اما تو نیست؟ ایگه پاشی را تخیر خواد داد. به خاطر زنده ماندن اولادم هر چیزی که لازم بود انجام دادم. هر چی که میشه شوه. اگر نوردان از این گپ خبر شوه ما از تصمیم خود منصرف نمیشم. ببینین آقا صدات، ما شما را درک کردم میتونم. حتما به خاطر نجاتش یک را پیدا میکنیم. لطفا خانوادیتان از بین نبرید. ما که خواستم یک قسم شوه. ما چطور نمیخوام که با همسرم و اولادم خوش نباشم. ما به خاطر خوشی اولادم زندگی خود فدا کردم آقا عمر. لطفا مرا درک کنین. گوش کنین. کلا چیز امتحان کردم. اضافه کاری هم کردم اما نشد. از بانک قرض گرفتم اما نشد. از خویش و بیگانه قرض گرفتم نشد. بیاز وضعیت کلی ما معلوم دارد. با پولی که خانم گلشن میته بچه ما زنده میمانه. لطفا از ما کدام توقع دیگه نداشته باشین. سهر دخترم لطفا قسم نکو. در وقتی که من بر ضرورت دارم همراه من قسم رویه نکو. در آخرین لحظات زندگیم دست مرا الا کده نرو. وقتی که من به تو نیاز دارم تو خواست من منصرف شدی، اما من اینه قبول کردن نمیتونم که مرگت ببینم. شدیدی بعد از رفتن تو ما دیوانه شدم با مریم ها. دخترم لطفا مرا درک کن. وقتی چشمای من بسته کنم میخوایم با بار آخر اولادای خود ببینم. لطفا مرا از این محروم نساز. پس تو نمیخوایی اولادات ببینی؟ وکیل شدن اسما را، عروسی کردن و صاحب خانه شدنش، چطورم مثل پدرم از خواهرش مواظبت میکنن نمیخوایی ببینی؟ درسته تو دوره طفولیت ما را ندیدی، بازم تو نمیخوایی دوره جوانی اولادات ببینی؟ خداوند شاهد باشه که بسیار میخوایم. پس در این صورت از تصمیمت منصرف شو. اگر نمیخوایی اولادت از دست بدی باز از این زدت دست بشوی، چون اگر این عملیات قبول نکنی باز بار دیگر حتی چهره بام نخواد دیدی. سهر دخترم چنار گریه نکو. وقتی اعصاب سحر آرام شد باز خواد آمد. باز وقت با هم گپ میزنیم. حالا گریه نکو.
چی شده خواهر؟ زهره قناعت داده تونستی؟ نه خیر خواهر، اگه یه عملیات قبول نکنه باز هیچ وقت برای روی خود نشان نمیده. چرا کسی مرا درک نمیکنه؟ چرا دخترم میخوای از مادرش منصرف شوه؟ خواهرک من وام راست میگه جانم. یعنی اگه عملیات شوی باز شاید خوب شوی، از این خاطر دخترت زد که دیگه. امروز روز پاکاری نبود، باز چرا آمدی؟ خیرتی باشه. خیرتی از خیرتی زنده باشه. قامت کل چیزا برم گفت ای که تو چقدر بی‌وجدان و پست هستی. به خاطر گرفتن شوهرم ای که چه تو انسانیت تا فروختی فهمیدم. تو چت یاد گفتم میری؟ من امروز صدا چی کار دارم؟ اصلا تو چت یاد نگو. من چری از لیترالش شناختم. خداوند تو انسان پست لعنت کنه. سلامشه که ده خالید کار میکنم. خانه تولی بلکه قلب تو چتل شده بود. قلبت گلشن با همی چشمایت به طرفم دیده به خاطر تداوی بچه کوشش کردی که شوهرم از این بگیری و از بچهش دور بسازی. هیچ دلت نسوخت؟ یعنی تو هیچ وجدان نداری؟ بسات بگم ما وقت ندارم گپای ناقصه بشنوم. در اصل تو از خودت بشرم. خریدن و مریدن یک بهانه است. اگه همسرت تو را دوست می داشت باز تو را مونده نمیرفت. او خودش تو را نمیخواد، چرا نمیفهمی؟ دازم تداوی بچه تام نشه و تو هم پول خواد گرفتی. از این بیشتر تو چی میخوایی؟ پشت ما را الا کن. ما یک دیگر خود دوست داریم، فهمیدی چونو؟ جزای تمام ای کارایتا حتما خداوند برات میده انشالله. معلوم میشه آقا صدات نمیخوای از تصمیم خود منصرف شوه. کاش که به خاطر نجاتش یک راه حل دیگه پیدا کردم میتونستیم. من نمیفهم چطور میشم ما بدون ازم پاشیدن و خانواده حتما یک راهی به خاطر نجات یحیی پیدا میکنم انشالله. باشم خانم نوردان. چی؟ این شما چی میگین؟ یحیی را به شفاخانه بردین؟ درست است، ما و آقا عمر میاله میاییم. چی شده؟ یحیی خانم نوردان یحیی را به شفاخانه برده. حالا عجله کن عمر که بریم. اگر به خاطر منصرف ساختن ما آمده باشی باز هیچ وقت تضایی نکن. ما تصمیم خود گرفتیم. به خانم چنار همه چیز قسم میکنم. به خاطر کار بسیار دیر کردی. تو تصمیمت 20 سال پیش عملی کرده بودی. در مقابل جان بچت وجدانت فروختی. میفهمیدی که این کار راه برگشتی نداره. از وقتی که در این عذاب وجدان افتادیم هر روز در بدر شده میرم. تو هیچ وجدان نداری؟ پیش از اینکه بیگناهی خانم چنار رو به اثبات نرسونم آرام بوده نمیتونم. فکر میکنی او زن مستحقی گناه است؟ بیبی خدیر، خود ماندن بعضی حقیقت ها به خوبی کل ما می باشه. در ضمن هیچ چیزی نمیشه. چنار عملیات شده خوب میشه. با اولادش یک زندگی راحت خود داشت. مثل سحر، چتن و اسمان به بیگناهی مادرش باور خود کردن. باز نیاز نیست که حقیقت ها را بفهمند. یک کلمه مادر برشان کفایت میکنه. بیا از او کل ما همیره میخواییم. اگه قبل از گفتن حقیقتو بموره باز وقت از عذاب وجدان هیچ وقت خلاص نمیشیم. خلیل بیبی به بار آخر برات میگم هوش کنی کدام دیوانگی نکنی. اگر نه باز درد 20 سال پیش اولاده برات حال نشان خواد دادم. هرگز مرا وادار نسازی که یک گناه دیگر را مرتکب شوم. هرگز.
خدا کنه او طفل چیزی نشده باشه. نه خانم نوردان اونجا شیشته. خانم نوردان؟ یحیی چطور است؟ وقتی که خانه رفتم در زمین افتیده بود. من یک لحظه فکر کردم که مرده. معذرت میخوایم، با جز از شما دیگه هیچ کسی نداشتم. خوب کردین که برای ما زنگ زدین خانم نوردان. دکتر چی گفت؟ یحیی کجاست؟ دکتر صاحب بچه‌م چطور است؟ لطفاً برام کدام خبر بد ندید. وضعیت چه خوبی از اون میفهمید. در مراحل آخر مریضیش قرار داره. قبل از اینکه وقت ضایع کنیم باید عملیاتش کنیم خانم. هر چی زودتر مصارفش آماده کنین تا طفلک نجات پیدا کنه. اما با کدام پول بچه‌م عملیات کنم؟ اگه میگن آقا صدات خبر کنم. بالاخره او هم پدرش حق دارن. هرگز. اگه بمرم با پول او بچه‌م تداوی نمیکنم. هیچ وقت نه. درست است. شما تشویش نکنید. ما کار بدون اجازه شما انجام نمیدیم. از خداوند نباید امید خود از دست بدیم. یک دفعه ما کوشش خودم میکنیم. حتما کدام چاره پیدا میکنیم. خواهرک ما خدا ناق جگر خون میسازی. لطفاً قسم نکو قربانت شم. بیبی برای جگر خونی، اعصاب خرابی، کالش ضرر داره. ایره خو میفهمی. چطور جگر خونی نکنم خواهر؟ سحره که جانم تو جگرم از همراه به قسم رویه میکنم. با کسی که باید خودم برش ثابت کنم ثابت کنه نتونستم. سرم قهر نشید جانم. اما در ای باره سحر راست میگه خواهرم. تو هم خواهر، تو هم مرا درک نمی کنی نه؟ نه که تو هم میخوای روی از ما بگردانی. تو چطور امکان داره خواهرک قندم؟ ما چطور ای کاره کدم میدانم ها؟ پس چرا او قسم کرد؟ دخترم چرا مرا درک نمی کنه؟ البته که کارش درست نیست، اما به خاطر که تر زیاد دوست داره تو میکنه. بروامی کار مشکل است تا درکت کنه. وقتی که تو اینجا نبودی دختر بسیار جگر خونی میکرد. البته که دق میشی دخترم. کدام ما پشت مادر خود دق نمیشیم. صبح وقت میره و تا وقت که آفتاب نره مادرت نمیاید. ما میرم دست روی ما میشویم. مادر جان چه وقت پیش خالای شیم میریم؟ با شما چرا همیشه گریه میکنید؟ اونا را زیاد دوست دارم. لطفا پیش اونا بریم. اومدم دخترم دروازه را باز کن. باز که تو با هم گپ بزنیم. لطفا تو نکن. از ما روی نگردان.
اگه تو هم بری، اگه تو هم خفه شوی، باز ما با کی تکیه کنم دخترم؟ میخوام که بارها برات گفته وقت برم گفتن قاتل شوهرت هستی، همون روز من مردم. اقدر درده، اقدر تهمت داره، اقدر دوری ده از برکت شما از خودش برآمده تانستم. شبا با بوسیدن لباسایتان خوابیدم. هر وقتی که دستم بلند میکردم از خداوند فقط شما را میخواستم. هر روز او 20 سال هر شب نام شما سپری کردم. وقت آسیا مادر قصد داشت که جانم بگیره، خداوند شاهد است که من از مرگ هیچ نمیترسیدم. اما من نمیتونم از شما دور باشم دختره. چیزی که ازم میخوایی بخوای، اما این ازم نخوایی عذر میکنم. سهره تو از اولادم که بر من نزدیک هستی، دوستم، رفیقم، همرازم، تو دلیل زندگیم هستی. ما برات قلب ما باز کردم. اولین نفر بوده که تو مرا بخشیدی دخترم. اسما و چتن یک طرف، حتی از دیدن تو هم سیر نشده. نمی بابام چند دفعه برای مادر گفتی و کلمه مادر بسیار کم شنیدم. کلمه یک دانه ما بسیار کم گفته تانستم. تو نکن مادر، تو کده نمیتونم. ای کارا نکو سحر، نکو دخترم. میخوایم روزای آخر عمره و با اولادم سپری کنم. تو مادر هستی، لطفا سرم رحم کن. خودت یک دفعه به جای من قرار بده. من نمیخوام ده بسترش با خانم بمرم، میخوایم ده خوش گرم اولادم بمرم. اما قدر برم زیاد از دیگه چیزی نمیخوایم. چطور جانی که پیش دروازه پیرداری میکنی؟ چطور؟ همیشه تو را پیش دروازه میبینم. یعنی تو متوجه همه چیز هستی؟ بار دیگه برام بگو که زیر پایت فرش سال خوار کنم و تو هم قدم زده بیری. سلام بکالتان. خیریت باشه؟ چرا تو چوب هستین؟ حالا اولادا شما برین کالایتان تبدیل کنید. امی که نان آماده شد من براتون خبر میدم. خلوشه نیست؟ خب ما باید هم یالا با اتاقم برم، اصاب اینا کاملا خراب است. سلام بر همگی. خوش آمدی قدرت جان. خوش باشی مادر. چی شده بچیم؟ چی رسیل داری؟ حالا شرم میپالا مادر، او کجاست؟ هر کس از او میپرسه. پیش یک دوست خود رفته دیگه. خب دیگه تو هم با اتاقت برو و درست بخوانه. همی که نان آماده شد خبرت میکنم. هر میخوایی انجام بده، اما او ما را قانع بسازه روز. مرا
ببخش دخترم، لطفا مرا ببخش. سرم پهن نشد. من تا وقتی که از دیدن شما سیر نشم قصه با سالی تسلیم نمیشم. هر وقت و هر ثانیه که با شما سپری میکنم بهترین لحظات زندگیم خود بود. تو مرا ببخش مادر. با اولادای چند مانی به خاطر که سالهای سال یک جا بوده بطوری مجبور هستم قسم کنم. ما آمدم. بیا بچیم بیا پیش از اینکه مادر دیوانه شود زودتر بیا بچیم. مادر به یک روزم که شده شکایت نکو قربان چام، صدای تلویزیون هم پخش کو، حتی در بیرون هم صدای شنیده میشه. تو بجای دیگه سر مگه بزنی متوجه زنت باش. خدا در خانه قید کرده، یعنی مثل ازی که در خانه هیچ کس نباشه. بیبی این موضوعی امو موضوع است که به آیشه ربط داره. من نمیفهمم که این آیشه چی جادو است. سحر یک دانین. چی شده؟ تو را چی شده زندگیم؟ باز به خاطر خالایشه کارا را میکنی؟ به خاطر پرسیدنم یا مرا بیدار کردی؟ اگه گوش نشده باشی در یخچال نان ماندیم، گرم کرده بخو. سرم بسیار درد میکنه، اگه اجازه باشه میخوابم. فکر کنم مادرم راست میگه. سیستم عصبی زن به خالایشه ربط داره. ربط داره اما چرا؟ این خالایشه دیگه کی است؟ خداوند همیشه شما را همه تو خوش و خندان داشته باشه. درد، مشکل، غم هیچ کدامش بر تو نشان نده. بالاخره خدا رساندی. خالایشه شما را ترساندم؟ نه خیر بچیم، نترسیدیم. فکرم دیگه جایی بود. وقت نان خوردن شما را ندیدم. شما خوب هستین؟ خوب هستم، بله خوب هستم. یک کار داشتم از این خاطر رفته بودم. بسیار تشکر. تو چقدر مقبول و جذاب هستی بچه. خداوند همیشه برات وقت خوب نصیب کنه. دختر آل بیدار شدی بریم یک چای بیار. بعد از 40 سال یک دفعه عروس بودنه تا بفهمم. مادر تو هیچ فرصت از دست نمیتی به خدا. اگه بزنت دلت میسوزه خی خودت بریم بیار. چطور شدی زندگیم؟ سردردیت خوب شد؟ تو ایره برای ما بتی. برو کم استراحت کو.
جان مادر کلانه درباره تو میپرسید. حالا یک دفعه پیشش برو شب بخیری کن. درست است مادر. خاله عایشه جان شب شما بخیر. فردا صبح خواب دیدیم. وقتی که اونا را میبینی باز بسیار زیاد خوش میشی، اما تو نیست. میگی کاش که عمرم باقی بانه تا هر روز همراه اولادایم باشم. همه قسم فکر میکنی نی چنار؟ ده اصل میخواستم برات یک چیز بگویم چنار. تو برام گفته بودی اگه بجای من می بودی باز چی میکدی؟ ما کل روز در موردی فکر کردم. قبول دارم بسیار یک تصمیم سخت است. درباره او گپایت فکر کرده بسیار دلم برات سوخت، اما تانستم یک تصمیم بگیرم چنار. اگه من می بودم بازو خطر قبول میکردم. در ضمن ما به خاطر یک اولاد خود او خطر قبول میکردم. تو به خاطر 3 اولاد تو خطر قبول کو چنار؟ ما سرت باور دارم. تو آزاده یا مبرای چنار جان. لطفاً عملیات قبول کو. هم مرا هم اولادای تنها نمان. یکی از مشکل ترین حالات زندگی اینا وقت مادر باشی درک کده میتونی. بعد از دیگه من همه باشم. اولادایم از تو همیشه خود بودن. خدایا 1000 بار شکرت که برام حس مادر بودن دادی. تمام امتحانی را که ازم گرفتی امیدوار هستم موفق شده باشم. همیشه صبر کردم و امید خدا هیچ وقتی از دست ندادم. صبر کردم، همیشه امیدوار بودم، همیشه به خاطر اونا زندگی کردم. خوابایی که با اونا زندگی کنم دیدم. از زنده بودنم چیزی نمانده. قدم به قدم آهسته آهسته به تو میرسم. خدایا بیز و مرگ و زندگی به دست تو از پروردگاره. حالا به خاطر جدا شدن از اولادم بجز از صبر دیگه هیچ چیزی کده نمیتونم. حالا که قدر سالا تیر شده اقدر درد داره به خاطر اونا تحمل کردم. با او بستر عملیات که نمیخوایم بخوابم، به خاطر اونا مجبور هستم که بخوابم. من یک تصمیم گرفتم. ده این کار خواست تو از خدایا. در مقابل خواست تو ما چیزی کردن نمیتونیم. کی بودم اتانه؟ منتظر کی بودیم؟ درست است، به خواب من میبینم. درست است دختره. هر قسمی که تو میخوایی همه تو میشه. عملیات قبول میکنم. تو راست میگی مادر، عملیات قبول کردی؟
راست میگم دخترم، راست میگم سحرم. اگه تو میخوایم عملیات شوم پس قبول دارم. مادر یک دانه نترس، خداوند بزرگ است، تو تواناییش داری، انشالله از دیگه هم مبرایی. حالا داخل بیا، درو تو را یاد میکن. نه خیر دخترم، من به خانه میرم. خواستم قبل از همگی به تو بگویم، دلم نخواست تو اگالت استراحت کنم دخترم. میفهمیدم، میگفتم مادرم دیگه تو خط کردن نمیتونه. خوب کردی که آمدی، خوب کردی که این خبره برم دادی. کل چیز خوب میشه انشالله. از خاطر این کارت هیچ وقت پشیمان نخواد شدی. شاید قسمی که تو بخوایی شود دخترم، شاید چیزی که تو بگویی همه تو شود جون. لطفاً مادر. جانم امانت خداوند است، فقط او میفهمه که وقتم پوره شده یا نه. من فقط یک تصمیم گرفتم، به خاطر سپری کردن وقتم به اولادم، با تمام دردای اونا، با تمام غمای اونا خواستم که یک جای امرایشان باشم. هر چیزی که به خیر ما باشه. مادر جان، به لطف خداوندی عملیات به خیر سپری میکنی. یک دفعه عملیات به خیر تیر شوه، باز کل چیزا بس ما و چتن خواد گفتیم. اونا بیگناه بودن تو را باور خود کردن. کلگی این حقیقت یک روز خود فهمیدن. سحر کی آمده جانم؟ حالا دخترم تو داخل برو، من دیگه میرم. وای وای وای، بیبی کی آمده؟ خوش آمدی خالایشه. با خدا پشتتان دق شده بودیم. ارجمند، یک دقیقه زندگیم باید احوال پرسی کنیم. امرای خالایشه چطور شد؟ به نظرم هوای پول شما را یک قسم ساخته ها؟ خب دیگه چشم انسان سیر نمیشه. بس از گفتم ارجمند، گفتم زیاد گپ نزن، چرا نمیفهمی؟ من دیگه رفتم سحر، در پناه خداوند باشی جانم. گوش کنین، باز هم بیاین، درست است؟ یعنی مثل خانه خودتان بیاین و برین، ما هیچ مشکل نداریم چون عادت کردیم. مادر خالای شهید بود، برات زیاد سلام گفت جانه. چرا من نخواستی مام جان؟ پشتیش دق شده بودم. کار داشت دخترم، اما تو یک چند دقیقه واره آمده بود. اگر خواسته باشی فردا باز میریم تو. ادای وقت چی میخواست؟ گفتم مادر جان، اما تو آمده بود. خدا میفهمه که چی برات گفته که قسم خوش است. بله زنده باشه، یک خبر خوش برم داد. اما خونتان صرف تو را خوش بسازی. چرا بیدار شدی یک تا نیم؟ بیا که بخوابیم. خواب پری برات قسم میگم دوباره خوابت میایه. میبینی ارجمند، این زن بسیار بیادب شده، نمیفهم او زن چی کار کرده که در نصف شب اینجا میایه. بیخی من دیوانه شدم. ناق تشویش میکنین مادر جان. مچه ناره قانه ساختم حاضر است که عملیات کنه. در ضمن بیازو اگه قبول نمیکرد باز گپ مرا رد میکرد. من خو خویشم میفهمم مادر جان. لعنت به خویش. خدایا انشالله یک تصمیمی درست گرفته بتونم. قسمی که سحر و زحل گفت به خیر و سالم از اتاق عملیات بیرون شوم. دوای هر درد پیش تو است. تو هیچ وقت بندایت ناامید نمیسازی. عذر میکنم خدایا، اولاد مرا مادر گفته صدا کنن. پیش از رفتن از این دنیا یگانه خواستم همی است که مادر خدا به چشمه قاتل نبینند. تحمل کن چنار، به خاطر اولاد تحمل کن. مثل درخت چنار باید قوی باشی. تحمل کن.
حالا میایه مادر جان. حتما پیش سحر رفته چون وام میخواست که چنار عملیات شود. با دخترش خبر خوشم میده. حال شاید بیایه، تشویش نکنین. مام رفته زود پس میریم. وقتی که جان بچه من میگرفتی باز هیچ ندیدی و متوجهش نشدی که او چقدر رنج میکشید چنار. قسمه که تو بالایش رحم نکدی مام نمیکنم. حسابش ازت خواد پرسیدم. بعد از این برات اجازه نمیتم که حتی یک روزم همراه اولادایت سپری کنی چنار. باندگه قدره جان، تو کلان آدم شدی. اصلا این گپا به تو نمیزیبه. اگه من کلان شده باشم باز تو چی شدی ها؟ روز شماری میکنی و خیالم زرد مرچه. اولادای عزیزم، خداوند برم زندگی دوباره بده تا که بتانم همیشه خنده هایتان همه قسم از نزدیک ببینم. خالای شبیایه خالایشه بیاین اینجا پلیمه بشینیم. خالای شمیال از ما را میگفتم بخی پیر شدی. برش میگفتم چی وقت بخیر شوهر میکنی که می پلاو عروسیت بخوریم. مرچه زردک، من مثل تو شوق عروسی ندارم. پیر خود تو شدی جانکه. بساب کردن روز تولد انسان پیر نمیشه. دلت زنده داشته باشه و دیوانه. کشت ما از خنده زیاد گپ نزن دیگه اسما. نوزادت قلبت نمیبینه. خداوند برتان عمر دراز و صحت کامل نصیب کنه. هر چیزی که از جانب خداوند است باید قبولش کنیم. اولادتان پیش چشمایتان کران شده. انشالله پدر و مادر شدن اولادتان هم خواد دیده. لازم نیست که از پیر شدن بترسه. مهمی است کسایی را که دوست دارین در کنارتان باشن. جوابت گرفتی پیره کی بچیم؟ جانم مردا پیر نمیشن بلکه آرام میشن. کاش که به خاطر خانمام یه قسم گفتم میتونستم اسما جان. جانان خواهر چای مرا به خالای شبتی ما بعدن می نوشم، درست است؟ جانان خواهر داشت پس خانه کلچام است، بیار کم باید چای بخوره. کلچا را کجا میبری؟ با قدرتشان میبرم. اونا در باغچه شیشتن و خانم های شام آمده. بالاخره چنار خانم تشریف آورده. امرای اولادایش ده باغچه شیشته. انشالله بسیار زود جسدش از اینجا بیرون خود کردیم. انشالله که امه قسم میشه. شما راحت باشین. آمد. من میرم یک دفعه او رو میبینم. بیا. وقت دارین بیادر؟ بیا چنار وقت دارم. بیادر من تصمیم گرفتم. فکر کردم سحر راست میگه. وقتی قسم میخواه باز مام قبولش میکنم. آماده هستم که عملیات شوم. درست است. کار خلاص شد. بسیار خوش شدم چنار. تشویش نکو. هر کاری که لازم باشه انجام میتم. به خاطر که بخیر سپری شو و به اولادت برسی هر چیزی که لازم باشه انجام میتم. خداوند ازت راضی باشه بیادر. چشمای ما روشن مادر جان. چنار قبول کرده. همیالو شنیدم که امرای ترگوت گپ میزد.
عملیات قبول کده. ما براتان گفته بودم که هر قسم شوه چنار قانعی می سازیم. بالاخره در کل زندگیت یک کار درست کردی عروس. قسمه که می خواستین چنار آماده شد. حالا دیگه چی می خواین؟ مرا باید از هر چیز با خبر بسازی. میخوایم درباره عملیات کل چیز بفهمم عروس. درست است مادر جان. هر قسمه که شما خواسته باشیم. مادر جان، چرا شما درباره عملیات معلومات میخواین؟ کدام نقشه دارین؟ صبر داشته باش، وقتش که رسید باز خود فهمیدی. صبح بخیر. صبح بخیر. ترگوت برم گفت که امروز پیش دکتر میری. ایره نمیفهمی که چقدر به خاطر که عملیات قبول کردی خوش شدم. انشالله که به زودی صحتمند میشی. زنده باشی. هنوزم دو دل هستم، اما به خاطر اولادمی تصمیم گرفتم. انشالله که به خیر ما باشه. اجازه بده که ما امرایت پیش دکتر بیایم. میخوایم برات کمک کنم جانم. زنده باشی، اما لازم نیست. مجبور نیستی که امرایم بیایی. بیازو سهر امرایم میباشه، او امرایم کمک میکنه. چرا قسم میگی چنار؟ فکر میکنی از مجبوری میایم؟ درست است که نتانستم تو را درست بشناسم. هیچ وقت نتانستم برات خوبی کنم و ازت حمایت کنم. بخصوص در مقابل آسیه ما در ازت حمایت کردن نتانستم. بسیار پشیمان هستم. پشیمانی هیچ فایده نداره. چیزی که میشد شد. بیبی چنار، با این عملیات تو یک بار دیگه فرصت زندگی کردن پیدا میکنی. ما میخوایم کله کینه و کدورت ما از بین بره. میخوایم که یک شروع جدید داشته باشیم. شنیدی که میگن زندگی به خاطر قهر بودن بسیار زیاد کوتاه است. لطفاً برم یک فرصت بده که گناه های ما تلافی کنم. میخوایم که همراهت باشم. درست است. هر وقتی که میخوایی بیایی یک جای میریم. مهم نیست. خدا را شکر. حالا دیگه بیا چای صبح خورده باز یک جا میریم. صبح بخیر. خانم تا صبحان در آماده نکرده رفته ارجمند. تمام کارها رو به من مونده. کجا رفت؟ کجا میره دیگه؟ بازم پیش خالای شش رفته. خواب درست است. یعنی چی که درست است؟ بچی من برات میگم که خانمت از را برآمده. هر شبرش نشان بده یک کم مرد چو بچی. مادر بیبی چیزی که میگیره گوشایت بشنوه. اگر نه باز ازم گله نکنی. خانمت خود چیزی گفته نمیتونی. البته دیگه فقط سر مادر خود چیخ زده میتونی. از روز که یایشه خانم به زندگی ما آمده آرامش خود از دست دادیم. جلو سهرام گرفته نمیتونم. تمام زندگیش خال آیشه شده. نمیفهمم که چرا در فکر او زن است. حتما زیر نیم کاسه کدام کاسه است. بالاخره خاط فهمیده. امروز خو میماندی چنار؟ میخوایی که خسته پیش دکتر بری؟ جانان فیدان با کدام روز به درد میخورن بان کن آماده کن. با من هیچ زحمت نیست زحل جان. من سالها منتظر این روز بودم. بان که به خاطر اولادم یک کاری کنم. اوه خدای من، این دسترخانه ببین. راستش خالاش از خاطر دست پخته تو بیدار میشم. نوش جانت بچه. بیا بیش دیگه نوش جان کو. زحمت شدین خالایشه. بازم دسترخانه رنگین ساختین. خالایشه اگه قسم ادامه پیدا کنم ما چاق خود شده. فهمیدین؟
خیرت باشه. مادر کلانم کجاست؟ نمیخوای صبحانه بخوره؟ ما رفتم میبینمش. صبح بخیر. نوش جان همگیتان. صبح بخیر. صبح بخیر. خواهر جان به نظر من نباید قسم صبحانه را از دست بدی. البته که از دستم بدم از امون خاطر دوید آمدم. اونا چی میکنن؟ هیچی، قصه و خنده میکنن. چرا نمیگی که چنار مار زرد زهر خود در خونه نواسایم زرق میکنن؟ از اینجا برو مرا تنابان. مادر با چای صبح نمیایی؟ نه خیره، همی قهوه تلخ درست است. خالای شب خوب هستین؟ چرا چشمایتان پر از اشک است؟ سالها میشه که خواب یک خانواده خوشبخت میبینم. این که در خانه‌تان بر ما جای دادین، این خواب ما به حقیقت تبدیل شد. اصلا تشکر میکنم. خداوند از شما راضی باشه خالای شب. از روز که شما در این خانه آمدین خوشی های خانه بیشتر شده، باور کنین. اولادا وقتی امروز کارتان خلاص کردین باز میشه که شام یگان جایی ببینین؟ بسیار خوب میشه. درست است. هر جایی که میخواین اونجا میریم. کارم که خلاص شد من خبر بتین. درست است؟ تو امیه همتون نیست؟ قدرت کار داره. نه خیر مادر جان، قسم نیست. هیچ کار ندارم، من میایم. البته اگر به شما مزاحم نباشم. من میرم ترگوت صدا میکنم. مادر صدقت شام لطفا این کار نکن. ببین کنار عملیات میشه، بعد شام کل چیز خوب میشه. تو هم دیگه ای دشمنیت ختم کن. انشالله زود بمره که حلوای شام ما پخته کنم ترگوت. ترگوت جان، ما آمدم که تو را ببینم. اولادا به میز آمدن؟ کلگی آمدن. وقتی که کل چای دست پخته چنارا دیدن باز منتظر تو هیچ نماندن. با اینکه چای صبح خدا بخورن مهم نیست. مهم نیست. او زن کلا خانه را از خود ساخته اما به تو هیچ مهم نیست. حالا دیگه میخوای در بیرونم چای بنوشن. هر چیز زودتر عملیات شد تا از شهرت نجات پیدا کنیم. از کلگی که زیادتر من از مرگت خوش میشم. خداوند می سپارمتان. خداوند کارایتان آسان بسازه. زنده باشین خالای شب. شام خوب باز میبینیم نه؟ بله حتما میبینیم. بریم دیگه چنار. نباید وقت کنیم. درست است بریم. منتظر باشین دست کول ما گرفتم میایم. جانان دست کول ما بیار. خیرت باشه. مادر ایزن چرا در فکرت است؟ چرا میخواه با ما به شفاخانه بره؟ نمیفهمم دختره. گفت که میخواه اشتباهات خود جبران کنه. زیاد شلا شد که ما میایم. نمیفهمم دیگه. حالا دیگه بیاین که بریم. بیاین. این حالت مرا ببین. به خاطر یک دختر احمق گل میپالم. مهم نیست. به خاطر قهر ساختن چتو باید بپالم. او دختر چند روز دگام تحمل میکنم. بفرمایین خوش آمدین. خوش باشین. راستش من یک دسته از گلا کار داشتم. اگه تیتو پرک باشه بسیار خوب میشه آقا. البته آقا.
من نشانیش براتون میتم. میشه که باز روان کنین. خب دیگه روز خوش. روز شما هم خوش. بیادر جان، اما نامتون رو نگفتین. دقیقه نام مناشو گله برش روان کو. باز خودش میفهمه که من روان کردیم. خوب است. چی میکنید؟ چی میکنید شما؟ کی هستید شما؟ مرا اعلام کنید. کی هستید؟ مرا اعلام کنید. چندین مرا نجات بده. مرا اعلام کنید. چندین مرا کمک کنید. ما مرا اختطاف کنید. دختر چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ کی هستی احمق؟ کی هستی؟ کسی نیست کمک کنه؟ چندین؟ بسیار دیر کردن. صدایشانم شنیدن همیشه. فقط که من نگهبان باشم مرا در اینجا استاد کردن. چی شد؟ دکتر چی گفت؟ چیزی نه، فقط چند آزمایش دکام انجام میده. درست است. حالا دیگه چناره بیا که بریم. من هستم، به تو نیاز نیست خانم کاکا. تو و کاکای منتظر باشین، موضوع پس میه. تپش قلبم زیاد شده میره. بخری عملیات تیر شوه که راحت شوم. اگه دکتر برم بگویه که نو وقت کردی، باز برش چی بگویم؟ مادر قدر تشویش نکو، انشالله نتیجه مثبت میگیریم. من مطمئن هستم. ترگوت، دکتر چی گفت؟ زود عملیاتش میکنن یا نه؟ انشالله همین که نتایج معایناتش مناسب باشه هر چیز زودتر او رو عملیات میکنن ظاهر. بلند شو بیشرف، بلند شو. برو داخل شو، برو. بلند شو، بلند شو. چطور متوجه باش. بلند شو. برو گفتم. آفرین، به خدا برشان خوب درس داد. چطور بسیار زیاد ترسیدم. فکر کردم مرا اختطاف میکنن، ترسیدم. کل چیز خلاص شد، ندرس. حالا دیگه همراه ما بیا. مادر من نجات بده. همراهش کمک کن که بخیر از شفاخانه صحت من بیرون شوم. انشالله که تصمیمی درست گرفته باشم. همیشه در فکر رسیدن به اولادم بودم. خدا کنه که هیچ وقت از پیششان دور نرم. به خاطر یک امید کوچک مادر مقاله ساختم که عملیات شود. اگه خوب نشه و از بین برم مقصرش هستم. انشالله کدام کار اشتباه نکرده باشم. خدایا لطفا مادر من دوباره به ما ببخش. ازت خواهش میکنم. خیریت باشه. برم گل آمده. آی فکر کنم که ای بم است. بله به شماست. سیبل اینا رو ببین چقدر مقبول هستن. آی هیچ باورم نمیشه. کی روان کردن؟ کی روان میکنه دیگه؟ البته که قدرت هست. کیزبان کی هست دیگه؟ نشانیتون اشتباه کردین. به نام کیزبان کسی در اینجا نیست. نه خیر خواهر جان، نشانه اشتباه نیست. اون نفر گفت که باید دامی نشانه ببرم. او گفت که دختر خودش میفهمه که کی روان کرده. این قسم گفت ها؟ کی بود اون نفر؟ نامشو برام گفتم میتونی؟ راستش نام خدا نگفت. یک بچه سفید چهره و کمی ریش هم داشت. همسن شما بود خواهر. قدرت
خودش برام ناورده همونطور است. روزتان خوش. جوابی کارش حتما برش میتم. خدا جزای شبت قدرت. کدام تغییری آمده؟ متاسفانه هیچ کدام تغییری نآمده. دکترها گفتن هر چی زودتر باید عملیاتش کنی. شاید خوب باشه به خاطر نجات طفلتان. پلوزنه باید قبول کنین. هیچ وقت نی، هیچ وقت. خداوند بزرگه، حتما سر مهربان میشه. بچه ما وسیله اعمال بعدشو نمیسازد. معذرت میخوایم، حق به جانا بستین. 1 ساعت مانده به وقت محکمه، لطفاً بریم. میفهمم، چند دقیقه بعد میایم. میخوایم که کمی دیگه همراه بچه‌ام باشم. کاش که یک راه دیگه به خاطر نجات دادن یحیی می داشتیم. پیدا کردم راه نجات یحیی و مطمئن هستم خانواده تا نجات میدم. منتظر خبرم باشین، درست است؟ خانم چنار، قبلا براتان گفته بودم که وضعیتتان چقدر وخیم است. پیش از اینکه خطر رسیدگان زیادتر شود باید هر چیز زودتر عملیات شویم. این یگانه فرصت به زنده ماندنتان است. میفهمم دکتر صاحب. فردا انشالله صبح وقت عملیات میشین. با تصمیمتان استاد هستین؟ بله دکتر صاحب، میخوایم عملیات شو. خوب است، فردا باز میبینه. فردا چند بجه ببینیم؟ هر قدر وقت در باشه بهتر است. حالا دیگه چنار جان به خیر ما باشه. انشالله عملیات به خیر سپری کنی تا هر چیز زودتر خوب شوی. البته اگه از عملیات صحیح سالم برایم. خداوند مهربان است مادر جان. البته که خوب بشی هیچ تشویش نکن. باید قوی باشی. دکتر صاحب، چنار امانت بیادر خدا بیامرزم است. البته یک روزم به هم میرسن، اما فعلا بسیار وقت است. لطفاً او را از اولادش جدا نکنین. کمکتان از او دریغ نکنین، خواهش میکنم. تشویش نکنین، هرچی از دستم بیایه انجام بدید. بسیار تشکر. بخیر باشه. فردا بخیر صحتیاب میشی انشالله. فردا باید هر چه زودتر خود اینجا برسونیم. عملیات کمی سخت خود بود، اما این دکتر بسیار یک دکتر خوب است. یگانه کسی که باید باراش باور کنیم همین دکتر است. البته چند دقیقه پیش وقت پرستار دربارش گپ میزد شنیدم حتی به خارج از کشورم به عملیات میره. شفا دهنده خداوند است. کار امروز ما خلاص شد. حالا دیگه بریم. ما به شرکت میرم. شما را به جایی که میخواین میرسونم.
مادر جان حالا دیگه کمی خوش باش. همه چیز بسیار زود خوب خواهد شد. انشالله دختر، انشالله. تمام عمرت همراهت بدی شده، اما تانستی تحمل کنی. هیچ وقت به خاطر مشکلات سرخم نکردی، به خاطر قلب پاک و مهربانت. انشالله که خداوند بالای ما رحم خواهد کرد. دختر مقبوله، شکر که همراه مستی. بفرمایید. خسته نباشین. تشکر، زنده باشین. راستش ما میخواستم حساب پس اندازه ببینم. درست است؟ بشه که به حساب می مریض پول اضافه کنه، نمبرش در اونجا نوشته است. درست است. لطفاً راحت باشین آقا سدات. چند دقیقه بعد از اینجا مثل یک فرد مجرد و آزاد بیرون خواهد شدیم. سداد چلیک، نوردان چلیک، با داخل تشریف بیاره. هرچی نباشه شما یک مادر هستید. اگر به خاطر خودتان نمیکنین، حداقل به خاطر یحیی باید قوی باشید. انشالله بچه ما نجات پیدا میکنه. جیگرخون نباش، یحیی عملیات میشه. صدات تو فروشی هستی، اما صحت بچیم اصلا فروشی نیست. تو با او سن احمق باید زندگی ما بیرون شوید. حالا دیگه قمر تلفن تا جواب بده. برادر میشه کمی تیز برین لطفاً. اگه نه بسیار سرم ناوقت خود شد. خدایا مرا سر وقت برسان. نباید تو خانواده از هم بپاشن. خواهر و بیادر ما دیدینی؟ وقتی که گفتی میخوایی اونا رو ببینی باز چقدر خوش شده. از موشته نبان، حتی قدرتم پشت اعلان میکنه. مادر خوبی تو را هر کس میبینه، خواهر بیادر ما میبینه. من دیگه فکر نمیکنم وقتی که بافا من مادرشان هستی عکس عمل بد نشان بده. مادر چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ وقت مرگ انسان نزدیک میشه باز همه چیز متفاوت میشه. فکر میکنم امروز آخرین دیدن من از همه چیز است. شاید که دیگه هیچ وقت چشمای من باز نکنم. شاید دیگه اولادای من نبینم. وقتی قسم فکر میکنم باز نفسم قید میشه. مادر جان قسم نگو لطفا، به این فکر نباش. البته که قسم نمیشه، تو انشالله خوب خواهد شدی. هنوزم راحت نیستم سحر. انشالله که کارم اشتباه نباشه. مادر جانم لطفا راحت باش، خوب فکر کن تا خوب شوه. درست است؟ این فکرهای منفی را از ذهنت دور بساز. وقتی که شام خواهر بیادر ما دیدیم باز خوش باش. درست است؟ اجازه ندی که اونم جگر خود شود. مادر جان میبخشین که من وقت شد. اگه زود از پیششان جدا میشدم با سرم کفای ناق نزن. اولی رو بگو که کار مرا انجام دادی یا نه. نام دکتر، نام چنار و وقت عملیات کلش در اینجا نوشته است. آفرین. مادر جان هنوزم نمیخواین برام بگوین که چی میکنین؟ بیا امرن بیشی عروسی.
نوشته کو دخترم، هر دو طرف تمامه گپایشان در مقابل سارنوال اظهار کردن. حال نتیجه اعلان میشه. میبخشیم بیادر. خانم محترم، داخل جلسه محکمه جریان داره، رفتن نمیتونیم. نظر به خواست طرفین دعوای طلاقشان و نظر به داشتن یک طفل خرد. اگه بانی یا نمانی میریم پس شو. لطفا خانم داخل اجازه نیست، رفتن نمیتونه. به خاطر قسم کار خود از جناب قاضی صاحب از تمامتان معذرت میخوایم، اما منایسته یک حقوقدان باید آخرین نفس خود کوشش کنم که عدالت پایدار نگاه کنم. لطفا قاضی صاحب میشه 2 دقیقه وقتتان بگیرم؟ شما رفته میتونین. بفرمایین، ما گپایتان نمیشنویم. لطفا این کارو نکنید. خانواده بهشتیتان از بین برده، شیطان خوشبخت نسازه. لازم نیست که طلاق بگیرین. مصارف عملیات ما پرداختیم. یحیی فعلا 2 اتاق عملیات است. وقت از دست ندین. لطفا رفته برش دعا کنید. راست میگین اسما خانم؟ واقعا تشکر، بسیار زیاد تشکر. برای این از خانمتان معذرت بخواین و هیچ وقت دستشان اعلان نکنین، درست است؟ معذرت میخوایم نورداد، ما واقعا معذرت میخوایم زندگی. مرا ببخش، حتی به خاطر اولادمان باشه کارم اشتباه بود. مرا ببخش. نوشته کو دخترم، دعوا بسته شد. باور کردن نمیتونم، این کار چطور شد؟ یعنی تو هم خبر داشتی؟ نه خبر نداشتم. وقتی که بالای سر یحیی گیری میکردم باز از ما خانم به اونجا آمده بود، گفت که یک راه حل پیدا میکنم، اما هیچ امید نداشتم. بسیار زیاد تشکر. ای چه تو امکان داره؟ اسما قدر پول از کجا پیدا کرده؟ اسما پول از کجا کردی تو؟ یعنی قدر پول زیاده کی برات داده میتونه ها دختر؟ البته که تو دادی پک جان. چطور یعنی؟ تو متوجه هستی که چی میگی؟ پولی را که به خاطر بورسیه ما داده بودی ما به عملیات یحیی استفاده کردم. نیتت نیک بوده اپک جان. ببین هم خرماشت هم ثواب. نام ما آسیا پویراز است. کار را که شروع کنم هرگز ناتکمیل نمیمانمش. بسیار فکر خوب کردین مادر جان، اما به نظرتان دکتر قبول خواهد کرد؟ قبول میکنه. چرا نمیگن که چنار هیچ راه نجات نداره؟ بالاخره ای کارم خلاص میشه. عروس تو برم نگفتی که کلتان از پیش دکتر یک جای بیرون شدین؟ خب اومار کجاست؟ صبح امرای اولادا گپ میزد که شام میبینیم، حتما به دیدن اونا رفته دیگه. انشالله که آخرین دیدارش خواد بود. آمین. خوب شد که آمدی بچه. خدا کنم مزاحم کارت نشده باشم چطور؟ نه خیر خاله، مزاحم چی؟ گرچه تو هنوزم نمیفهمم که چی میکنم. یک روز کل چیز خود فهمیدیم بیادر جان. قدرتم آمد. سلام به همگی. نا وقت خونه کردیم نه؟ خوش آمدی بچه. بیوز ما همین لحظه آمدیم، بیا بشی. از ما کجاست؟ نیکه اون همی آیم؟ همیال زنگ زده بود در راه. مادر جان چقدر خوب شد نی؟
بعد از مدت تا اینجا با هم یک جای هستیم. تو هم عادت کن دیگه. بعد از این همیشه خوشحال بودیم. انشالله دختره. فکر میکنم که خواب میبینم. نمیخوایم از این خواب بیدار شوم. این خوابش تمام نمیشه. دکتر هالدون سالی. خوش آمدی دخترم. خوش باشین خالوشه. بسیار خوش معلوم میشی. خوش هستم به خاطر که از محکمه آمدم. بالاخره تانستم یک خانواده را نجات بدم. سرت افتخار میکنم دخترم. باور دارم که روز به روز موفقیتات بیشتر خواهد شد. اگه من دیده نتانستم بازم دعاهای من همیشه همراهت است. یعنی چی که شما دیده نخواد تانستی؟ فکر میکنی به آسانی است ما نجات پیدا میکنی؟ به هر جایی که بریم ما تو را پیدا میکنیم. تو باید موفقیت های زیاده ما ببینی. لطفاً گپ زدن درباره کاروان دیگه. بیازه بسیار ناوقت کردی است ما. راست میگی، ما بسیار گوش نشدیم. چیز فرمایش بتین؟ بیازه از وقتی که خالایش آمده اشتیای ما بسیار زیاد شده. اولین بار است کمره مر چیز است هم نظر است. خوش آمدین. چی میخواین؟ ما یک خوراک کوفته خالایشه میخوایم، کلچه خالایشه و شیرینی های خالایشه. چرا تو نمیگی که بجای آشپز خالایشه رو اونجا ببری؟ این هنوز شروعش است. 2 برابر همین فردا بعد از عملیات برات میدم. فقط همه قدر میخوایم که او زنده از عملیات بیرون نشه. شما دیدین که گارسون چقدر چهره جالبه به خود گرفت بود؟ از خنده مردم به خدا. معذرت میخوایم، در هتل ما غذای عایشه خاله پیدا نمیشه. بسیار خوب خواستی. این قسم نگوین، وقتی که غذای خاله عایشه رو میخوریم واقعا خوشمزه است. شاید حال مشهور نباشه اما یک روزه همگی در مورد غذایش خواد فهمیده. با خدا من خاله عایشه را با هیچ کس مقایسه نمیکنم. خودشون عالیست، غذایشون عالیست، با ما باور کنین. آی چته بهترین تحفه به انسان اولاد نیک است. ما هیچ وقت برشان مادری نکردیم اما همیشه دوستشان داشتیم. و حاله درست قسمی که دیگه قدر سالها آرزویش داشتم همراه اولادم یک جای هستم. چه فرق میکنه که مرا مادر نمیگن، نمیتونم مرا در آغوش بگیرن. خیر است که در زندگیشون مثل یک بیگانه هستم. خدایا ما هیچ گناهی را مرتکب نشدیم، نه پول خواستیم، نه دارایی و نه ثروت.
بجز از اولادم دیگه چیزی رو نخواستیم. تمام سالها فقط همین آرزویم بود که به اینا برسم. امروز اگه جانم بگیری باز آرزوی در دل نخواد داشتم، اما میخوایم با دیدن لبخند اولادم زندگی کنم. یک روز خود چی؟ میخوایم تمام عمر همراهشان باشم. ها گردر جان بسیار ببخشی، میشه حق تاکسی ما را بگی؟ حالا دیگه از او طرف. چشم. چی فکر خودو کردی قادر جان؟ وقتی که بخوای ذهنت بسیار خوب کار میکنه. حالا دیگه قادر نزدیک بیاین. نزدیک بیاین. حالا چتن تو هم دیگه نزدیک شوین. ما از پولی نبادش میه، پولی نده پیش خانهش ثبت میکنه. چی گفتی؟ چیزی نه تشویش نکن. 1 2 3 آماده باشین. حالا بگوین سیب. لبخند بزنین. از ساعتهای باقی مانده عمرت لذت ببر. این آخرین لحظات هستن که همراه اولادایت سپری میکنی چنار. میفهمی؟ همون روزی که جان بچه بیگناه ما گرفتی برم مردی چنار. اما بالاخره فردا براستی خود مردی. هر دقیقه همراه شما سپری میشه و هر لبخند شما را که میبینم بسیار خوش میشم. شاید از عملیات نجات پیدا نکنم. شاید این آخرین روزم باشه که در پهلوی شما هستم. خداوند شاهد است. از مرگ نه، از این میترسم که دوباره شما را دیده نکنم. Seni kalbime gizledim durdum, senden asla vazgeçmedim, hep bekledim durdum. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz, bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim, geçmez bu. اگه وقت ما پوره شده باشه، یگانه خواستم از خداوند خوشی شماست. هرگز اشک در چشمایتان و غم در قلبتان نباشه. هیچ وقت از هم دیگه جدا نشین. همیشه هم دیگه را دوست داشته باشین و متحد باشین. از هم دیگه در هر قدم حمایت کنین. خداوند نگهدارتان باشه. Geçmedim, hep bekledim durdum, hep bekledim durdum, hep bekledim دردم. خدای من، مادر جان به تشویشتان شدم. زیر باران کاملا تر شدین. اینجا بشینین. خدا، بیخی تر و پر شدی آسیا مادر. دخترم به جای گپا برو یک روی پاک بیار. حالا مادر جان بسیار به تشویشتان شدم. چی کردین؟ ناق تشویش کردی عروس؟
چنار از عملیات زنده نخواد برآمد، هیچ تشویش نکو جانم. بگی مادر دست روی تو خوش کن. نه خیری قسم نمیشه. بهتر از با اتاقم رفته لباسایمو تبدیل کنم. ما میاییم مادر. لباسایت بکش که مریض نشی مادر جان. بیا دخترم. ایران بوده. پس امشب شب آخرت است ها چنار؟ خوب است. چی کنیم دیگه؟ تا فردا مجبور استیم چهره تحمل کنیم. هرچی نباشه از عملیات زنده بیرون نمیشی. بیاین تا این وقت کجا بودن شما ها؟ شما گفته بودن که زود میاییم. قدر درام شده. در کجا بودین تا حاله ها؟ بگوین. همراه اولادم یک جای بودم خواهر. قدر زیبا بود که نمیخواستم هرگز خانه بیایم. مادر تو هم لباسایت تبدیل که خلق میخوری. مهم نیست دختره. کاش که یگانه مشکل ما همی باشه. از خانه زنگ زدن، باید دورو باشه. بله مادر جان. چنار چی حالت از خواهرکم؟ همراه اولادت خوب وقت تا سپری کردی، باز چرا قدر جگرخون هستی؟ فکر کردم آخرین دیدار ما خود بود. چه قسم گپ زدن است؟ امیدت از دست نده. ما فردا عملیات میشم خواهر جان. آی خدا را 1000 بار شکر. پس تصمیمت گرفتی؟ من فقط به خاطر اولادم عملیات قبول کردم. میفهمم چنارم، میفهمم خواهر مقبولم. انشالله بخیر خوب میشی. زیاد تشویش نکن، گریه نکن دیگه، قربانت شوم. بیبی چه کار خوبه کردی که تصمیمت گرفتی. به لطف خداوند سلامتی تا به دست میاری. تو را هنوزم چشمایی تر از خواهرم. قلب بسیار ناامید از خواهر. من از این عملیات بسیار میترسم. درست در قلبم خنجر خورده. من خود تصمیم گرفتم اما نمیفهمم عاقبت این کار خوب خود بود یا نه. درست است، یک دانیم حالی میایم. ما هم پشتت بسیار دق شدیم. مادر کلان تا ناراحت نسازی. درست است، میبوسمت. زود میم یک دانیم. قسم امراشان خداحافظی کردم که اونا حتی متوجه هم نشدن که من گریه میکردم و طرفشان سیل میکردم. کاش که میتونستم به عنوان مادرشان کنارشان باشم. کاش میتونستم این محبتی که 20 سال در قلبیم بود برشان بتم. اما نمیتونم. این خواست خداوند بود که بعد از قدر سالا به اولادم برسم و قدر زود ودا کنم. چنارم چرا قسم میگی؟ کمه مثل نامت باش، مثل چنار باش، قوی و امیدوار باش خواهر جانم. اولادت از زیر بال و پرت خواد گرفتی. روزای خوش منتظرتان است چنار. حالا دیگه خدا ناراحت نساز، کم صبر داشته باش جانم. مادر جان من دیگه میرم. درو به تشویشت. شب اورام گرفته دوباره میایم. درست از دخترم. شام بخیر. نخیر بچه نخیر بشی. شام بخیر خاله عایشه، خوش آمدی. ما منتظر تو بودم.
منتظر ما بودی؟ خالایشه از تو یک چیز میخوایم. خیرت باشه بچم، بگو اگر توانم باشه حتما میکنم. نترسین خالایشه جان، یعنی چیز مهمه نیست. او روز یک کیک مزه‌دار آماده کرده بودیم اما ما بسیار کم خوردم. خب حالا اگه خسته نباشین میشه باز برای ما قسم کیک آماده کنین؟ یعنی مقصدم نیست که امشب آماده کنین، هر وقتی که بیکار بودین. مثلا فردا میشه بریم جور کنین؟ چرا به فردا بانیم بچه؟ کی میفهمه که فردا زنده هستم یعنی؟ تو بلوکش خالایشه. من دست که علمه مانده باش پس خانه میرم. خالایشه کجا میرین؟ مجله ندارم. تو به خدایا. آقا همین آقاشایی نبود؟ نه خیری نبود اما پیدایش میکنیم. یعنی مطمئن هستین که آقاشایی نام خواهد آمد؟ زنده باشی. حالا ترگوت سر تصمیم خود استاد از همون تو؟ نه خیر، از چیزی که فکر میکنم زیدی تر برآمد. برای زیاد اختار دادیم اما اصلا نترسید. با هر قیمتی که شده باشه از سر راه خود دورش میکنم. میفهمی چرا؟ چون ما از او کده زیدی تر هستم. جوری همراه رئیست معرفی میشه آقا چتن، یعنی همراه پدرش. چی؟ درست است، آرام باش. در مورد حادثه برش گفتم، او هم خواست تا قهرمانی که دخترش نجات داده را بشناسه. فقط همی. کاش از اول برام میگفتی. اگه میگفتم شاید نمی آمدی. آی چتنی قدر نترس، پدرم تو رو نمیخوره. بیا دیگه. پدرم اونجاست، دیدی؟ بیا دیگه. پدر جان؟ دخترم ای جوانم باید چتن باشه. بله پدر جان. خوش شدم جوان. مام خوش شدم آقا. استاد نباشین، بفرمایین بیشینین. ای جوان همون قهرمانه است که زندگی دختر من نجات داده. استغفرالله آقا، من فقط وظیفه من انجام دادم. زنده باشی جوان. ما با وجود دوستای زیاد دشمنای زیادم دارم، اما در دنیا یگانه دخترم نیسا برم زیاد ارزش داره و کسی که کوشش کنه که ایره از بین ببره و خوشیش ازش بگیره او را از این دنیا رخصت میکنم. اما کسی که از دخترم محافظت کنه بالای چشمایم جای داره و خواهد داشت. و حال تو یکی از بهترین دوستایم هستی. دخترم با تو امانت است، متوجهش باش. درست است، شما تشویش نکنین. هیچ باورم نمیشه قدرت. فراموش کردی قدرت، همین چند لحظه پیش نخوردیم؟ او چند دقیقه پیش بود دیگه. باز این کیکی را که خاله عایشه آماده کرده بسیار مزه‌دار است. اگه یال نخورم زاره میکفه دختر. تو چی میگی؟ اگه میفهمیدیم تو وقت شب سر خاله عایشه کار میکنی هرگز برات نمیگفتم. مهم نیست دخترم، همگیتون یک جا نوش جان کنین. سحر درو هم میایه بسیار خوب میشه. من دیگه صبر کردن نمیتونم، حالا میخورم. بسیار مزه‌دار است خاله عایشه، بسیار. ما میگم 100 سال زنده باشی. بسیار تشکر خاله عایشه. قدرت چی گپ است بچیم؟ چیزی نیست مادر جان، خاله عایشه برام کیک آماده کرده بود. ما خواستم ازش تشکر کنم. چی میگی جان مادر؟ اگه کسی بشنوه فکر میکنه در این خانه به بار اول کیک آماده شده. مادر جان باور کنین این قسم یک کیک آماده نشده بود. زحلم بسیار لایق است، بسیار کیکای مزه‌دار آماده میکنه. فکر کنم خواهرمشان آمد. راستش از برکت دایی و آخر خانه ما به مهمان نیست.
او خدا برگه که قندول ما آمده. خاله ایشه حالا دیگه به خدا تحمل کردن نمیتونم. اگر نه حمله میکنم. آی تو از درام که نخورده استی قدرت. خاله ایشه صبر کن قد نکن باید شام کنی. نه خیر دختر امروز خود تولد کسی نیست. ما میخوایم شام کنیم مادر. امروز هم مثل روز تولد خانم ایشه تشکیل میکنیم. چی میشه مادر خیر است؟ درست است قبول است. خاله ایشه شما را یک جا پوف میکنیم درست است؟ درست است یک جای پوفش میکنیم. درست است پس من میرم شما را میارم. زود شده پالی خاله ایشه برو. درست شد. سالگیرت مبارک باد. سالگیرت مبارک باد. سالگیرت مبارک باد. سالگیرت مبارک باد. آرزو کنیم. خدایا مرا به اولادم ببخش. از اینا مرا جدا نساز. خلاص شد. خلاص پس حالا یک دو ما دیگه کیک گرفته فرار میکنم. دورو بده نمون که کیک از پیشت بگیره. انا قدرت کی از من؟ ما به هیچ کسی نمیتونم. باش تو من گیرش کنم. استاد باش قدرت. هر کاری که میخوایی انجام بده. هر آرزویی که داری امروز برآوردهش کن. بعد از این زنده نمی باشی این جشنم جشن مرگت است. از اینکه مرا نجات دادی بسیار زیاد تشکر. قبلا هم برات گفتم لازم نیست که تشکری کنی. من فقط وظیفه ما انجام دادم. با جای من هر کسام که میبودم این کارا میکرد. نه خیر چتن نمیکرد. تا امروز هر کس که به جای تو کار میکرد یا به خاطر ترس از جانش کار ایلا کرد یا کم اخراج شد. اما تو متفاوت از اونا هستی. به خاطر من جان تا به خطر انداختی و تونستی از پیش اونا مرا نجات بدی. پدرم به اولین بار مرا بدل جمع به کس امانت سپرد. میفهمی چی معنی داره؟ لطفاً با این گپا مرا شرمنده نساز. قسمی که با پدرت گفتم این وظیفه ما بود بس خلاص. خب به هر صورت ما دیگه میرم. بسیار ناوقت شده. شب بخیر. شب بخیر. از ما قسم نکو بیا و ما بته. بفرما مادر. برو نتیجه کارای تا بیبی که آخر چی کدی ترگوت؟ چی شده مادر؟ دیگه چی شوه بچه؟ همگی بزن کف میزنن که بیادرت از بین برده. نواسایم از دنیا بی خبر هستن. برش میگن چقدر عالی پدر ما را از بین بردی. میگن چقدر زیبا ما را یتیم ساختی چنار. خواستم با تو هم خبر بدم که رفته یک بار برش کف بزنی. حالا دیگه بچه برو و نتیجه کارای تا بیبی. نمیفهمی مادر. هیچ چیز نمیفهمی. اگه بفهمی از چنارنه از من نفرت میکنی.
دیگه من میخوابم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر دختر مقبولم. از برکت شما امروز یک روز عالی بود. خدا از همگیتان راضی باشه. راستش خدا من شما راضی باشه خالایشه. شما بسیار یک خانم مهربان هستی. هر جایی که شما باشین همونجا خوشی ها می باشه. و یک گپ دیگه، از برکت شما قدرت بسیارم روی بیادرم دوست شده. چی میگه؟ نیکی غیبت مرا میکنه خالایشه. نه خیر به تو مربوط نمیشه. هر گپ طرف خود گشت نکو. خب دیگه به هر صورت اگه اجازه شما باشه من میرم. خالایشه جان بسیار تشکر، کیک واقعا مزه‌دار بود. تو بشی فردا من غذا آماده میکنم، درست است؟ وعده میکنم، چون امروز به خاطر ما بسیار خسته شدین. خستگی چی بچه؟ شما اگه بخواین جانم میتم. این قسم نگوین خالایشه، خدا نکنه. ما از خداوند میخوایم که سایه شما را سر ما هرگز کم نکنه. آمین. خب دیگه شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر خانم کاکا. شب بخیر. خب دیگه مادر جان. بچیم. شبتان بخیر. شب بخیر جان مادر. بیا دخترم درو رو با اتاقش میبره، می قسم اذیت میشه. شب بخیر. بسیار جگر خون معلوم میشه. حتما میفهمه که میموره. هر چیز زودتر بمر تا از شهرت خلاص شویم. هگنی قدرت آیسته آیسته است بشیم خواد گرفت. تو استراحت که ما چند دقیقه بعد میایم. چرا مادر کجا میری؟ امرای آسیه مادر یک بار گپ میزنم. نرو مادر قربانت شوم. هر چیزی که بگویی تصمیم او درباره تو تغییر نمیکنه. قبل از عملیات فقط تو را به تشویش میسازد. تقصیش نشو. معلوم نیست که فردا عاقبت ما چی خواهد شد. از این خاطر میخوایم با بار آخرم راش گپ بزنم. فکرش تغییر دادن نمیتونم. اما حداقل به بار آخر میگم که من بیگناه هستم. با کدام جرأت با اتاق من میایی؟ نیک از جانت سیر شدی. از اینجا گم شو. اگه با دستای خود تو را از بین خود بردم کنار. تا که گپای من اشنوی از اینجا نمیرم. ناق خود خسته نساز. مرا مثل نواسایم با زهرت فریب داده نمیتونی. حالا که قدر سر خود اطمینان داری پس اجازه بده که گپ بزنم. بیازو باور نمی کنی. ای چه قسم زن است. در این وقت آخر اولاد داره اقدر وابسته خود ساخته. ما چی خود کدم؟ با خود چی گفتم ایدی زحل؟ چیز نه زندگیم. سر چنار کم قرش شدم. افسوس با شما. مادرم خود درک میکنم، اما تو چرا قسم هستی؟ امرای او چی داد و گرفتاری؟ گفته بودی رابطه تون خوب شده. او خانم فردا عملیات میشه. با جایی که برش امید بیتی در اینجا بربر گپ زده میری؟ ای بس گناه است. ترگوت جان تو مرا غلط در کردی جانم. چیزی که مرا اذیت میکنه بودن چنار نیست. در اواخر با اولادا بسیار نزدیک شده، به هم دیگه بسیار عادت کردن. اگه چنار بمره اونا بسیار جگر خون میشن. تو چی گفتم میری زحل؟ به خاطر که اگه با ما را اولادا جگرخون میشن با هم گپ نزنن؟ گپای ناق نزن زحل.
و نفرتی که سالها در قلبت پرورش دادی به چند جمله ما خاموش نمیشه. از تو مهربانی توقع ندارم، فقط میخوایم که یک بار فکر کنی. در مورد 20 سال قبل فکر کن. اگه در او وقت برات میگفتن که چنار در حد مرگ شوهر خود نفرت داره و قصد جان او را داره، خانواده خوشبخت خود بدبخت میسازه، باور میکردی مادر؟ باور نمیکردی همه تو نیست؟ چون که او دختری که به مثل دخترت شده بود، اون آوازهایی را که برای توفه داده بود و شوهر خود به حد دوست داشت و میشناختیش. اگر کسی در مورد بد میگفت باش قهر میشدی و غل مغال میکدی. او شخصا ما بودم مادر، حالیم همون هستم، کسی که هنوزم شوهر خود دوست داره و به خاطر اولادش جان خود فدا میکنم مادر. راستم ما از بین نبردیم. نمیفهمم که زنده خود بودم یا نه. شاید فردا از بین برم و براسم من برسم، اما خداوند به شما عمر دراز بده تا بالاخره به بیگناهی ما باور کنید. با این گناه پیش بچه‌تون نرید. معلوم میشه آسیا مادر برش جواب دندان شکن داده. آفرین آسیا مادر. باور نکردم تو نیست، حتی گوش نکرد. دقیقش نشو مادر جان، خدا میفهمه که بیگناه هستی، ما میفهمم. خواهر و بیادر ما باور خود کردن انشالله، همی بر ما مهم است. دقیقش دیگهش نشو. دیگه بخوابیم جانم. نه خیر مادر، امشب با هم بخوابیم. مادر دختر نواسده و خوش هم دیگه بخوابیم. فکر کنم باران بسیار تیز میباره. اگر دروازه تک تک شد تعجب نکنی. راستش میشه مامام رو شما بخوابم؟ چی شده دختره؟ از صدای رعد برق ترسیدی؟ نه خیر، چرا بترسم؟ اما تو خوابم نمی برد، خواستم اینجا بیایم. وقتی صدای شما رو شنیدم باز دلم طاقت نگرفت، خواستم پیش شما بخوابم. باندگه فقط نمیفهمم از طفلی تا حال از رعد برق میترسی؟ ترسو سکه. خالای شیرخو یک چیز بگوینی مرا ترسو میگه. یعنی نیستی؟
تو بیا دخترم، خواهرت مذاق میکنه. بیا بیا. به تفیام همه قسم بودی. هر باره که عرد و برق میشد خواهر گفته پیش ما می آمدی. یک بار برق نبود پیش ما آمده بود مادر. با جایی که خودم دو خوش بگیره پای ما گرفته بود. فکر کرده بود که پیشگاه دستیده بود. کلان دختر شده هنوزم همون قسم است. آی خواهر این قسم نگو دیگه. لطفا مرا پیش خالایش نشرمان. فقط که مرا تنها خواب نمیبره. دی خود گپ شرم نیست دخترم. هر کس از یک چیز میترسه. مهمی است که وقتی میترسی کسی باشه که در پهلوش باشه جانم. خدای هزار بار شکرت. اگه امشب شب آخر باشه بازم شکر میکنم که با اولادم یک جای بودم. خدای هزار بار شکرت. نمیفهمم زنده خود بودم یا نه. شاید فردا از بین برم، براسمم برسم، اما خداوند به شما عمر دراز نصیب کنه. بالاخره به بیگناهی ما باور کنین. با این گناه پیش بچیتان نرین. زن فریب کار. فکر کردی مرا با این دروغایت فریب خواد دادی همه تر از چنار؟ تو فقط میتونی سحر ای قسم فریب بدی. فردا انشالله میموری. آتش قلب ما هم خاموش خواد شد چنار. تو هم ده او آتش خواد سوختی. مقبوله. انشالله یا آخرین شب نباشه که در پهلویتان هستم. چطنم از بویت سیر نمیشم. روزی که دستای معصومیت هلاک کردم همون روز قلبم شکست بچه. دو سنه خورد یتیم شدی و حتی مجبور شدی که از خواهرایت مواظبت کنی. میفهمم هرچی که کنم مشکلات جبران کردن نمیتونم، اما اگه نمارم زنده بانم بعد از این هرگز اجازه نمیتونم که جگرخون شوی. خداوند مرا شما جدا نسازه. اگه پس آمده نتونستم به خداوند می سپارمتون. قدرتم بیشتر از همگی پیش تو شرمنده هستم. روزی که زندانی شدم زندگی تو هم تغییر کرد. من از اولادایمو از آزادی محروم شدم و تو از خواهر و بیادرت که مستحقشون بودی. بدون آغوش مادر حقیقیت به دنیا آمدی. راه رفتن و دویدنت ندیدم. اولین مادر گفتنت نشنیدم. هنوزم طفولیتت یادم از جانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم. سالها بدون شما زندگی کردم. به خاطر که شما دور رفتم خدا نمیبخشم. اگر روز حقیقت بفهمی انشالله مرا خود بخشیدی.
عذر میکنم هر از اولادم دور نساز. به خاطر جبران گناهایم برام یک فرصت بده خدایا. عذر میکنم. در زندگی از هیچ کس به اندازه تو نفرت نکردیم چنار. شکر که ازت نجات پیدا میکنیم. به خاطر مرگت لحظه شماری میکنم. مادر جان آماده هستی؟ آماده هستم دخترم. چنار حالا دیگه ترگوت منتظر است. درست است خانم کاکا، چند دقیقه برای ما وقت بده میای. مادر جان قربان چاهم هیچ لازم نیست بترسی. باید قوی باشی. باید قوی باشی. حتی اگر دمالت خانم همراهت بوده نتونستم دعاهایم همراهت خود بود. تپش قلب من در کنار قلبت احساس خود کردی. میفهمم دخترم. قلب ما میتپه جانم. قلب یک مادر دور از اولادش نمیتپه. تو بگو. همیشه همراهتان میباشم. نتیجه اگه هر چیزی باشه. حالا دیگه بریم کاکایت منتظر نمانیم. قدرت پدرت کجاست بچیم؟ نمیفهمم مادر جان، فکر کنم بیرون رفت. امروز چای صبح کی آماده کده؟ به نظرتان کی آماده کده باشه دیگه؟ چه وقت بیدار شدی که آماده کردی؟ بعد از نماز خوابم نبرد. مام خواستم که صبحانه برتان آماده کنم. کار خوب بکنین خالایشه. خداوند از شما راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. قسم یک صبحانه در عمرم نخورده بودم خالایشه. نوش جانتان بچه. اولادا ما یک مدت به خانه یکی از دوستان میرم. انشالله دوباره خواد دیدیم. یعنی چی که انشالله خواد دیدیم؟ البته که میبینیم. ما پشت تو زیاد دق میشیم خالایشه. کوشش کو زود بیایی. درست است؟ خالایشه شما مطمئن هستین که دوباره اینجا خاط آمدین؟ لطفاً اونجا زیاد نمانین. هر چیز زودتر اینجا بیاین. درست است؟ حلایشه جان ترگوت گفته بود که تو را میرسانه. شاید در بیرون منتظر باشه. خالایشه جان با خاطر شب گذشته بسیار زیاد معذرت میخوایم. خواهرم عقبه جانو بود. وقتی در خورترکی میترسیدم همیشه پیش اونا میرفتم. هیچ وقت نتونست جای مادرم پوره کنه، اما همیشه یک خواهر خوب برم بود. اما شب گذشته او حس که یک مادر داره. او را در شما دیدم.
گویا سالا میشه که خالیگاهی را که داشتم شما پر ساخته. نمیفهمم با کدام زبان بگویم که من هیچ وقت شما را فراموش کرده نمیتونم. درکت میکنم دخترم، بسیار خوب درکت میکنم. وقتی برگشتین واسه که دیگه خود از زیاد آغوش میگیرم، اما تو نیست؟ انشالله. هلا ایشه جان. هلا جانم. متوجه خودتان باشین، در پناه خداوند باشین. شما هم در پناه خداوند باشین خاله. لطفا ما را فراموش نکنید خاله عایشه، بسیار زود بیایید. زودتر برو چنار، بیازو جهنم منتظرت است. ای آخرین اشکایی بود که ریختاندی مادر. از این بعد به خاطر خوشی گریه خود کردیم. با هم یک جا می باشیم. سرم باور خودداری نی. دیرم که باشه بازم خوشی که مادر کلانم از ما گرفته بود پس میگیریم. باز با هم یک جا خاک بودیم مادر جان. با روزای خوب فکر کن. فعلا عشق تپاکو حالا. انشالله دخترم. دیگه گریه نمیکنم، تو هم جگرخون نباش. خسته نباشین عدی خانم. صبح خیر آقا خلیل. زنده باشین. داخل بیاین، بیا که با هم صبحانه بخوریم. قربانتان. خیرت باشه انشالله. کدام چیزی شده آقا خلیل؟ ما به تشویش خانم چنار بودم. مریضیشان چطور شده؟ یعنی گل صبح نخواستم دروازیتان رو تک تک کردم مزاحمتان خدا را شم. شکر که مثل شما دوست داریم آقا خلیل. چنارم امروز عملیات میشه بخیر. جدی میگین؟ ما شنیده بودم منصرف شدم. اما تو بود، اما قانعش ساختیم. سهر بالاخره موفق شد و قانع ساخت. خدا کنه خواهرکم بخیر عملیات شوه. انشالله خانم عطیه، انشالله. و اما با شفاخانه میرفتم. اگر کار نداشته باشین باز با هم بریم. از دست ما خود چیز نمیه. یک دعای خیر میکنیم برش. ما میخواستم امیره بگویم بسیار خوب خواد شد. درست است، دست کلمه بگیرم میاییم. خوب است. برات نشان میتم بچه لوده که کزبان کی است. حتما برات نشان میتم. چرا پیش روی تو نمیبینی؟ باید حسابی کارت پس بتی قدرت. پیش کلیگی تو را رشخن میسازی. باز میبینیم. کتن جان صبح بخیر. مذرت میخوایم تو رو در گل صبح اینجا خواستم اما ایش نمیفهم چه قسم یک تقسیم اوقات جور کردن. امروز تنها یک درس داشتیم. هیچ مشکلی نیست، بیازم از صبح وقت بیدار میشم. راستی با پدرم گپ زدم، از تو بسیار خوش آمد. گفتن که تو یک بچه بسیار خوب و با تربیه معلوم میشی جانم. زنده باشن، خدا کنه گپشون برعکس نشه. خب ما کجا میریم؟ میشه بگویی؟ تو یک بار حرکت کن باز درها گپ میزنیم.
خلاص ها؟ بچی احمق. حالا برات نشان میدم. دمت چقدر خوب شد که تو رو دیدم. خوب شد ها؟ خوب شد. کزبان برات خوب شد ها؟ چی میکنی دمت؟ دیوانه شدی؟ کزبان چی؟ تو چی میگی؟ تو مرا کزبان گفتن نمیتونی فهمیدی؟ چی میکنی دمت؟ تو با کزبان گفتن میخوایی که سر من رشخند بزنی؟ دمت تو رو چی شده ها؟ گل فروش گفت که کزبان خواد فهمیدی رو برای شما روان کرده. تو همراهی من رشخندی میکنی ها؟ کزبان چی؟ دکان زیاد بیروبار بود قسم میخورم. حتما نام اشتباه کرده دیگه. این گناه من است دمت باور کو. تو دروغ میگی. پس چرا نشانی خانه رو اشتباه نکرده؟ قسم میکنی دمت؟ لطفا این کارو نکن. به خاطر یک کار لودگی رابطه ما رو خراب نکن. لطفا بیا یک جای بشینیم و آدم وره با هم گپ بزنیم. گوش کن ما در دست انگشتر کردیم دمت. یعنی اگه من جدی نمی بودم باز چرا در دست انگشتر میکردم؟ اولین بار است به کس انگشتر دادیم. اگه میگی با هم یک جا پیش گل فروش رفته حقیقت هم میپرسیم. اما لطفا امرای میتو نکن. مادر جان بسیار مقبول معلوم میشی. یک دقیقه صبر کن. یک دفعه عملیات بخیر تیر شوه. بازی یک سایل خواد کردیم. با بیدار خواهرم نشان نمیدم. اگر نیستارت نشخندی خواد کرده. بخیر تیر میشه جانم. البته که تیر میشه. بیازو با یک چشم به هم زدن تیر خواد شد. برای من کمی مشکل خواهد بود تا منتظر بشینم. ماشالله چقدر با هم خوب معلوم میشین. خداوند شما را از هم جدا نکنه. آمین. اگه آماده باشین باز کار خدا شروع کنیم. دخترم تو دخترم هستی اما من هیچ وقت حق تو ردا کردن نمیتونم. این کارایت باوری که سرم کردی به خاطر تمام کارایت تشکر. اگه مرا کدام چیز شوه اتو نکن مادر. اتو همرم گپ نزن لطفا. در دنیا هزار رقم گپ است. هیچ معلوم نیست که فردا چی خود شد. لطفا به گپایم گوش کن. شاید فردا نصیب نباشه که گپ بزنیم. اگه ما از عمل صحیح سالم نبرایم از خواهر و بیادرد مواظبت کن. بهزو سرت هیچ کدام شک ندارم. ده نبودی ما متوجهشان بودی. از طفولیت تیر شده از اونا مراقبت کردی. دختر یک دانه بهزو تو هم همراه ما از اوده همه مشکلات برآمدی. یک دانه چیزی که قسمت بود تمام میشه. حتما قسمت است که از اولادم دور باشم. جزایی می بود که با اونا نرسم. این کلام در این گناهیم است که از اولادم دور هستم و هیچ وقت با اونا رسیده نمیتونم. اما اونا را فراموش کرده نمیتونم. بعد از روز همیشه ما شما را در خواب میدیدم. نامتون همیشه میگرفتم دخترم. روزا شبا هیچ وقت ما شما را فراموش نکردیم. وقت مریض میشدن میگفتن مادر جان مریض هستم. میفهمم بر تمام مادرها اولادشان با ارزش هستند، اما شما بریم از اولادم کده بالاتر هستید. امید زندگی، توان وجوده، مقامت وجوده، آرزوهای تمام چیزی هستند. با وجودی که از من نفرت داشتن ازم تیر نشده. با خود گفتم حتما یک روز همراهشان ملاقات میکنیم. من هیچ وقت فکری را نکرده بودم که میمرم. فکر میکردم که همیشه همراه شما یک جای میباشم.
گرچه محکمه مرا مجرم دانست، اما شما مرا بیگناه فکر کردن اولادا. من همیشه باور داشتم، همیشه امید داشتم، همیشه این رویا را داشتم. ما نمیتونیم گذشته را پس بیاریم. کارهایی را که همراهتان کردیم نمیتونم جبرانشان کنم. من در تمام زندگیم فقط شما را داشتیم. بسیار کوشش کردم که به شما برسم، اما همیشه یک گپ میشد. به شما نزدیک شده نتونستم. وقتی 20 سال پیش رفته بودم، بعد از آمدنم اولتر از همه تو را جگرخون ساختم. حقت ببخش دخترم. لطفاً این مادرت ببخش. شاید دو دنیا هم دیگر را ببینیم. شاید دیگه از اینجا زنده نبرایم. میفهمم از همه زیادتر تو جگرخون میشی. به خاطر او مرا ببخش دخترم. تو زنده میمانی مادر. به خاطر من، به خاطر پدر خواهرم زنده میمانی. قسمه که مادر دختر از این دروازه داخل شدیم، اما قسم دوباره از اینجا میبریم. انشالله دخترم. بفرمایین خانم چنار، تذکره ده بیرون است. دعاهایم همراهت است. همیشه همراهت می باشم مادر. پس خداوند مددکارت باشم مادر جان. آمین. Hasret kor gibi yaktı beni, yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne duy sesimi, anne bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur چنار خواهر جانم، خواهر جانم. تو چرا کارت ایلا کنه اینجا آمدی؟ باید می آمدم جانم. هر جایی که تو باشی ما همونجا می باشم. تو یک دفعه عملیات شده خوب شو، باز با هم بسیار کار خواد کردیم انشالله. خدا من ازت راضی باشه. حقت ادا کنه نمیتونم. لطفا حقتانو ببخشید. حلال باشه خواهر جانم. در پناه خداوند باشید. با هم یک جایی روزوارم سپری میکنیم. همیشه برات دعا میکنم خواهرم. Üşüyorum ah sen ayıplarını. Yine bana kızım desen, sarsan yaraları. Üşüyorum ah sen ayıplarını.
خداوندا چنارم کمک کن تا که از عملیات بخیر برای انشالله. یا خدایا ده جوانی مرگر نصیبش نگردان، چناره از اولادش دور نساز. خدایا تو خودت بزرگ هستی، این زنه شفا بده. اگر میخوایی جان من را بگی خدایا، اما این زنه شفا بده لطفا خدایا. مریضانو چرا بیهوش نکردین؟ منتظر شما بودیم دکتر صاحب. خدایا جان ما به تو تسلیم میکنم. تو رحمان هستی، رحیم هستی. تو هیچ وقت بندای ددنی میرا اعلان نمی کنی. لطفا مرا باز به اولادم ببخش. لطفا حالا چشمتانه بسته کنی. خدایا من کجا هستم؟ اینجا کجا هستم؟ لطفا مرا ببخش مادر. کاش اینقدر شلن نمیشد. من نمیفهمیدم. فکر کردم شاید عملیات نجاتت بده. تو را با دستای خود با مرگ روان کردم. لطفا مرا ببخش. چرا رفتی؟ ما را به مادر ساختی. چطور تونستی ما را تنها کنی مادر؟ منصرف شدن وجود نداشت. اگر شکست میخوردیم میگفتیم شجاع باشید، سر پایتان استاد شوید. بس چرا شما استاد نمیشید؟ چرا از ما منصرف شدیم؟ در این مدت که همراه ما بودین چرا نخواستین که ما شما را بشناسیم مادر؟ ما از شما منصرف نشدیم بچه. با شما چه بگویم؟ وقت شما مجبور بودیم، چون که بیادر خواهران بیکست مانند از ما منصرف شده. اما حالی کلان شدی دیگه به کسی نیاز نداری. اما چرا نگفتیم که مادرتان میشم؟ چرا؟ ما از اونا چه فرق داشته بگویم؟ من از اونا چرا جدا کده؟ چرا مرا دوست نداشته؟ چطور دوستت نداشته باشم؟ شما از یکی دیگه تان برای فرق نداره. به خاطر کلتون جانم فدا میکنم. امیان قصد معلوم میشه تو خواب باشی مادر. تو ما را قسمی لاکه در رفتن میتونی مادر.
لطفا خانم آرام باشین. کجا میرید؟ لطفا خانم خدایا لطفا مادرم کمک کن. خداوند حتما کمک میکنه دخترم. انشالله که چنار صحیح و سالم از عملیات بیرون میشه. انشالله دیگه خواهر، انشالله. شما منتظر باشین، منتظر. باز خادیدین جنازه چنار میبراین. خانم چنار لطفا. الهی کنه لطفا خانم چنار. چنار مادر مادر جان چی شده؟ تو اینجا چی میکنی؟ من نتانستم سهر، نتانستم دخترم. مادر چی را نتانستی؟ باید عملیات میشدی و خوب میشدی. چی را نتانستی؟ لطفا جگرخون نشو. نتانستم دیگه. ما هنوز از شما سیر نشده. با وجود فهمیدن مرگم نتانست دو بستر بخوابم. مادر ما با هم ده پاره گپ زده بودیم. گپ زدیم سحر اما نتانستم دیگه. همین که چشمای من بسته کردم شما را دیدم. سرم قهر نشو. مرا خودخواه نگو. بگو که به وعدت وفا نکردی. اما ازم ایره نخواهی که روزای باقی مانده خدا هیچ فکر کنم. لطفا مرا درک کن. من مادر هستم دختره. اجازه بده بجایی که در اینجا بمارم خوب است که در پهلوی اولادای خود باشم. در آغوش شما جان خود از دست بتم. لطفا مرا از خوشی محروم نکن سحرم. من با خاطر شما زنده هستم. جانم، دستم، پایم و قلبم از شما. مادر لطفا گریه نکن. هر قسمه که تو بخوایی اما تو میشه. من به خاطر یک قطره عشق جان خودم میتم مادر. مادر یک دانه من دیگه گریه نکن. خلاص شد. بفرمایید. میشه که اینجا امضا کنین؟ تشکر. کاش بجایی که قلب تو را بشکنانم کله خدا بشکنانم. شهزاده تو قدرت. بچه لوده باز بیبی چطور میگه که مرا ببخش. درست شد جانم، تو باید زیاد سرگردان شوی. خیریت باشه. خالا عایشه؟ اما خالا عایشه را چی شده؟ چیزی نشده. تو حال بیرون برو. همراه سیبل کم چکر بزن. هر کار که دلت بخوای انجام یعنی چی اما؟ دمت کار را که میگم انجام بده دختر. بریم.
آقا خلیل تو هم داخل بیا. ببخشید مزاحم شدم. تو امکان داره جانم. حالا بیا کم دمت راست کو. خوش آمدی ینگم. چی شده عروس؟ خلاص شد؟ جواب بده عروس. گفتم کار خلاص شد. خلاص نشد مادر، خلاص نشد. او مرد آخرین دقایق از عملیات منصرف شد. ما وقتی که میگفتم دیگه نجات میافیم ازش از اتاق عملیات بیرون شد. یک دفعه دیدم که بهار عمر خود در یک لحظه از بین برده بودم. از اولادم بسیار دور شده بودم. یک مادری که با یک تهمت گرفتار شده بود 20 سال از شان دور بوده. بعد از اینقدر سالا با اونو نزدیک شد و برشان رسید. درست زمانی که برشان میخواست بگویه که من مادرتان هستم، مرگ به سراغش آمد. خواهر جان خدا خسته نست از خواهر جانه. بان که گپ بزنم. ما چوب شیشته خسته شدیم. 20 سال چوب بودیم خواهر. حال بان که گپ بزنم. با او مادر گفتن یا مرگ قبول کن یا برو، یا کشته میشی. اولادات دیده نمیتونی. حالا شما برم بگوین. یک دفعه شما خدا به جای من قرار بدید. با وجودی که مادر هستین اما گفته نمیتونین. اولادایی که حتی از دیدنشان سیر نشده باشین ایلا کده نمیتونین. ای که در او عملیات خانه جان خود از دست بدم بهتر است که همراه شما باشم. من بسیار خوشخواد بودم که شما همراه من یک جای باشین. من بدون شما از خداوند دیگه هیچ چیزی را نمیخوایم. درم قهر نباش، جگر خون نباش یک دانه. این یگانه آرزویم بود که در پهلوی شما باشم اولادا. بان که به یه آرزوی خود برسم سحر. خب چرا منصرف شد عروس؟ چرا جواب نمیدی؟ از اول برای مادم باره قصه کن. گفتم دیگه مادر، یکی و یک دم از اونجا بیرون شد. هنوز عملیات شروع نشده آمده به بغل سحر خود انداخت. عمر باقی مانده خودم میخواه با اولادای خود سپری کنه. از این خاطر نمیخواه که خطر قبول کنه. ماره لعنتی! البته که اینو نفهمیده به خداوند چطور حساب بتنه؟ از همین خاطر از این کار منصرف شده عروس. ده اینجا چی شده؟ آسیا مادر گریه نکو سحر، گریه نکو دخترم. من همه قسم خوب هستم، از دی وضعیتم راضی هستم. باور کن من بسیار خوش هستم.
ما میخوایم تو همش خوش باشی مادر. حالا که میخوایی پیش بیادر خواهرم باشی، باز اجازه بده که کل چیزا قصه کنم. باید بفهمن که تو مادرشان میشی. هیچ وقت نه. اونو نباید از گپ بفهمن. اما مادر دختره، اونو مادرشان قاتل فکر میکنن. به بیگناهی ما باور نخواد کردن، از نفرت خود کردن. از اینکه نفهمن خوب است، اما من میخوایم خالایششان بوده بمرم دخترم. اما اگه بفهمن باز مثل مادری که ازشان نفرت داره خود مردم. به هزو حال نفسای آخرم است. با نفرت و غصه و وقت خدا سپری کردن نمیتونم جانم. ما به اجازه تان میرم. ندیمم شاید که تنها باشه، بازم شفا باشه. با دروازه هم باید میرم. ضرور نیست. نمیشه دختر، اونو مادرشان قاتل فکر میکنن. به بیگناهی ما باور نخواد کردن، از نفرت خود کردن. از اینکه نفهمن خوب است، اما من میخوایم خالایششان بوده بمرم دختر. اما اگه بفهمن باز مثل مادری که ازشان نفرت داره خود مردم. به هزو حال نفسای آخرم است. با نفرت و غصه و وقت خدا سپری کردن نمیتونم جانم. تو چی کردی خلیل؟ چی کردی؟ هر نفس را که میگیری، هر قطره آب، هر لقمه نان، میگم کلش زارت شوه خلیل. زنده باشی خواهر. من یک دفعه روی من میشویم، فکر میکنم بوی شفاخانه تمام جانم گرفته. سهر، حالا چی خود کردیم دخترم؟ این کار چطور خود شد؟ از عملیاتم منصرف شد. خداوند کمک ما کنه. نمیفهمم مدیا خواهر. فعلا تنها چیزی که در فکرش هستم گفتن حقیقت به خواهر بیدرم است. هرگز تو یک کار نکنی دختر جان. مادرت راست میگه. وقت نداریم که بیگناهی شب به اثبات برسانیم. اگر یکی از اونا کدام چیز بگویه باز قبل از اجلش خواد مرد. بیازو تومت را که سرش بسته کرده بودند 20 سال که خوش بود دختر جان. بازم توی یک کار را نکنی. خواهر بیادر من اقدر بی وجدان نیستند یا خواهر. مرگ مادرم با وجود فهمیدن مرگ مادرم ادیه کار نخود کردم. قسم نگو دخترم. غم مثل اولاد است. اول در دلت کلانش میکنی، بعدش با کینه درد
تغذیهش میکنی دختر. خواهر بیادرت قدر سالا مادرت قاتل فکر کردن. حالا اتو نشک کدام گپ بد به مادرت نکوین. اگه مانی قهرشان نشی چی؟ دل مادرت خود شکستاندن. نشک کدام کار بد شوه و در نتیجه کل ما جگر خون شوه. به خاطر نجات بچه‌م اعتوا کردم. گفتم مجبور بودم. خلیل جان، حالا چی خود گفتی؟ زود باش بگو تا که خانواده‌ام از بین نره. یک خانواده دیگر تباه ساختم. زود باش بگو که دیگه هیچ گپه به گفتن نداری خلیل. خودت میفهمی دیگه کل گپه خلیل. خداوند متعال میفهمه که چه قمه به وجدان شدیم، به وجدان. اما خیر باشه، خداوند خودش بخشاینده است. گناه یک زن بگناه رو به گردن گرفتن نمیتونم. تو بیادر خود از بین بردی ترگل. با اوزا رفته کل چیز قسم میکنم. باید که جزایتان رو ببینیم. پس بگو بچه تا چه قسم نجات میدی ها؟ اگر بری او شکایت کنی باز پول مصرف بچه تا از کجا پیدا میکنی؟ نتانستم سهر، نتانستم دختره. باید عملیات میشدی، باید خوب میشدی. چی نتانستی؟ لطفاً سرم قهر نشو. نتانستم دیگه. ما هنوز از دیدن شما سیر نشده. با وجود فهمیدن مرگ نتانستم در او بستر بخوابم. آزادی تا ازت گرفتم اما صدایت نکشیدی. اولادت ازت دور کردم اما صدایت نکشیدی. در بستر مرگ بازم صدایت نکشیدی. تو چه قسم یک آدم هستی خلیل؟ اولاداش او را قاتل گفته صدا میزنن. یعنی اینا مردونگی میگن؟ یک رای برم نشان بده که عمر بچیم به خطر مواجه نشه لطفاً. خدایا خدا را شکر یک قضیدگاه موفقانه به پایان رسید. براتون تبریک میگم. انسان از برنده شدن دوا کده به این خوشحال میشه کمرای مظلوم میباشه، اما تو نیست. دقیقا همطور است. خداوند هرگز ما را در شرایط قرار نده که از ظالم حمایت کنیم انشالله. انشالله.
بله محمد. چطور هستی عمر؟ خواستم یک بار زنگ زد احوال تا بگیرم. خوب هستم بیادر جان، در کار بار مصروف هستم دیگه. تو چطور هستی؟ کارهای رستوران چطور پیش میره؟ خدا را شکر است. گزاره میکنیم دیگه. تو گفته بودی که در افتتاحیه میایی اما نامدی. نمیفهمم چرا. مصروف بودم آمدن نتونستم. هر چی بگویی حق داری. امروز بیا خیر است. هم با هم غذا میخوریم هم چند دقیقه میشینیم قصه میکنیم. راستش بسیار خوب میشه. بیازو ما هم نان چاشتا نخوردیم. همراه دوستم یک بار گپ بزنم، به احتمال زیاد خواد آمدیم. درست است، منتظر هستم. فعلا خداحافظ. درست است، به امید دیدار. آی خواهر تو کجا بودی؟ منتظر بوده خسته شدم به خدا. معذرت میخوایم اپیک جان، از دست جنجالای خانه هیچ برآمده نتونستم. اگه کمدگامون جمع می بودم کاملا عقلم از دست میدادم. با مشکل تا اینجا خود رساندم. باز چی شده؟ خیرت هست؟ هیچ نپرس اپیک. کدامش زودتر بگویم ها؟ از یک طرف آسیه مادر، از طرف دیگه ترگوت. فقط که جنجالای خود ما کم بود، حال آیشا آمد. مشکلات ما هیچ خلاصی نداره. آه خدا، مام آمدم که همراه درد دل کنم خواهر. فکر کنم وقت درست نیست. مام دیگه تو را ناراحت نمیسازم. چرا قسم میگی خواهری یک دانیم؟ به هر وضعیت که باشم گپای تو را میشنم. بگو برام چی شده؟ خواهر مقبول ما کی جگر خون ساخته؟ مثل همیشه خانم اسما. دیگه کی بوده میتونه خواهر؟ چی شده؟ او احمق باز چی کرده؟ خواهرم چنار جان، دیگه جگر خون نباش. حالا که از عملیات منصرف شدی حتما دایم کدام خیر است. حالا دیگه با خدا مسپارمت. انشالله خواهر. اگر یک تصمیم اشتباه گرفته باشم، ای که همراه اولادم در این مدت بودم و من همه چیز از خواهر. تو هم در پناه خداوند باشی جانم. سهر دخترم، گپای ما خوب گوش کن. خوش کنی درباره مادرت به خواهر و بیادرت چیز نگویی. حالا دیگه برو. بیا. شما مرا خواستین آقا؟ بیا چتن بشین. دفعه قبل با جزئیات صحبت نکردیم. ما میخوایم کسی را که دخترم برش امانت دادیم بشناسم. البته آقا، این حق شماست. خب برم بگو کی هستی؟ از کجا هستی؟ پدر و مادرت چی کار میکنه؟ پدرم و مادرم از دست دادیم. وقتی من طفل بودم اونا وفات شدن. زندگی سرت باشه. زنده باشن کاکایمشان مرا کلان کردن. هنوزم با خواهرایم یک جا با اونا زندگی میکنیم. خب از کاکای تقدیر میکنم. کار خوبی کرده که از بیادرزاده خود مراقبت کرده. آفرین به او. بله، به خاطر ما بسیار زحمت کشیدن. خداوند از اونا راضی باشه. خب کاکای چی کار میکنه؟ حالا ما چی بگویم چتن؟ چطور بگویم که او پولدار است و صاحب یک شرکت بسیار بزرگ است؟ باز از من خواهد پرسید که چرا اینجا آمدی و همراه کاکای چرا کار نمی کنی؟ بچیم یک سوال پرسیدم. راستش اونا یک شرکت کوچک مدیر هستن. فهمیدم. تو هم به خاطر که بار دوشو نباشی تصمیم گرفتی جدا کار کنی. ببین حال تو را خوب شناختم. آفرین به تو. بیبی برات چی میگم؟ یک شب کاکایت هم همراهت گرفته بیار که یک جای غذا بخوریم. انشالله. خب من دیگه با اجازه تان میرم چون نیسا در پانتون منتظرم است. درست است، رفتم میتونی. نیسا را زیاد منتظر نمان. حالا دیگر خدا چطور احساس میکنی؟
بهتر است اما تو نیست. ای که تو همراه مستی پس این همه چیز است. بیا که چند دقیقه اینجا بشینیم مادر جان. салом дӯстони азиз. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.